به نام خدا، سلام مجدد میگم به همه دوستان عزیز. باز هم تشکر میکنم از آقای طباطبایی و انجمن علمی آیتی دانشگاه شیراز به خاطر برگزاری این وبینار. امیدوارم که حال همگی دوستان خوب باشه. امروز همونجور که در جریان هستین قراره یک وبیناری تقریبا 2 ساعته با هم داشته باشیم در مورد دنیای بازیسازی. این که دنیای بازیسازی چیه، ما چطور به عنوان بازیساز میتونیم بهش ورود کنیم. فقط من فایل رو الان آپلود کردم، میخوره به هم ریخته است. بذارید من اسکرین شیر انجام بدم که همونطوری خدمتتون عرض کردم در این وبینار قراره یک آشنایی کلی داشته باشیم با دنیای بازیسازی. اینکه دنیای بازیسازی به چه شکلیه، ما بازیساز کیه، به چه شکل کسی میگیم بازیساز و چطور میتونیم به عنوان یک بازیساز وارد این دنیا بشیم. من ولی معرفی مختصری از خودم داشته باشم. بنده محمد علی دیبایی هستم، کارشناسی ریاضی، کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از علامه طباطبایی و الانم سال 4 دکترا هستم در دانشگاه تبریز علوم کامپیوتر و از مقطع ارشد تا تقریبا الان که خدمتتون هستم در حوزه هوش مصنوعی در دنیای بازیسازی خدمتتون. صدا ضعیفه الان؟ اوکی صدا؟ چند دوستان نمیشن صدا ضعیفه. صدا اوکی الان؟ بذار من یک مرا صحبت میکنم، اگه اوکیه که اوکیه، اگه نه که بازی مدار تغییر بدم جاش. شما من آخر بودشم. خب اوکی، بسیار عمالی. خدمتتون عرض کنم از سال 93 تقریبا در حوزه بازیسازی فعالیت میکنم. از اون موقع تا الان دو شرکت رو هم بنیانگذارش بودم در حوزه بازی. یکی شرکت آمولای و یکی شرکت استودیو شالیز که الان مشغول به فعالیت در پارک علم و فناوری استان گیلان و سوابق تحصیلی و کاریمم بود 1 سال است که افتخار می‌دارم در دانشگاه شیراز مدرس باشم و همچنین در حوزه آموزشی از سال 98 گروهی رو با عنوان گیکادمی درستش کردم و در حوزه علوم کامپیوتر و بازی مشغول فعالیت هستیم که حالا در انتها بهتون معرفی می‌کنم که اگر دوست داشتید مطالب بیشتری تو حوزه علوم کامپیوتر و گیم بدونید میتونید به کانالمون سر بزنید. اونجا محتوا داریم که از قبل در این زمینه ضبط شده. من یک بار بلندتر هم صحبت میکنم که حالا دوستانی که به مشکل میخورن صدا رو کامل داشته باشن. خب این تقریبا 2 ساعتی که خدمتتون هستیم قراره اول با همدیگه بدونیم که کلا بازی چیه، به چه چیزی میگیم بازی، انواع بازی چیه و چطور میتونیم رو دسته‌بندی کنیم. در انتها ببینیم که بازی ساز کیه، به چه کسی میگیم بازی ساز و اینکه میگیم ورود بکنیم به دنیای بازی سازی منظورمون به چه شکلیه و یک نقشه راه، یک رودمپی که کسانی که دوست دارن به این حوزه علاقه‌مندن و دوست دارن وارد دنیای بازی سازی بشن از چه طرقی میتونن وارد این مسیر بشن. در انتها حتما یه تایمی رو قرار میدیم که حالت پرسش و پاسخ باشه. اگه سوالی دارین حتما در انتها خدمتتون هستم. بچه‌ها فقط شما فارسی که می‌نویسید، نمیدونم این مشکل ادوبی من چون رو ادوبی کانکت نسخه ویندوز هستم فارسی رو برعکس میکنه. یه جایی که یه میذارید فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه میذارید کلا بقیه مسیر رو برعکس میکنه. حالا یا فینگلیش بنویسید، فینگلیش بنویسید بهتره، یا اون قسمت ها رو نمیدونم حالا به چه شکلی اون یه رو که میذارید بقیه رو برعکس میکنه. به خاطر همین من متوجه اون نمیشم. در انتها اگه با سوالی هست حتما بگید. دسترسی میکروفون رو باز میکنیم که بتونید اگه لازم بود به صورت صوتی سوالتون رو بپرسید. اینطوری فکر کنم خیلی بهتره چون فارسی خورده برعکس میندازه و سخت خوندنش. اوکی، شروع کنیم کارمون رو. اول ببینیم که بازی چیه. یک تعریفی هست، یه کلاسیفیکیشن، یه دسته‌بندی هست که آقای کریس کرافورد اینو درست کرده. به نظر من خیلی چیز جالبیه و میاد دسته‌بندی میکنه فرمت چیزهایی که ما با عنوان حالا اینترتینمنت یا فعالیت میشناسیم، فعالیت خلاقانه میشناسیمش، که در انتها این دسته‌بندی رو جوری میرسونه که میرسه به بازی. اول میگه اگه ما یک فعالیت، یک اکسپرشن از خودمون داشته باشیم که خلاقانه باشه، اگه در ازای پول نباشه، حالا این باز جای بحث داره، ولی اگه در ازای پول نباشه میشه هنر، آرت، ما اون رو میخونیمش. اگه اون کار خلاقانه که داریم انجام میدیم یه جورایی بیاد وصل بشه به پول و بیزینسی بهش نگاه کنیم، میره تو حوزه اینترتینمنت یا همون سرگرمی.
حالا تو همین اینترتینمنت ما اگه این فعالیتمون تعاملی نباشه، یعنی توش تعاملی وجود نداشته باشه، میشه میدیا، میشه چیزایی مثل فیلم، سریال، چیزایی که ما اون رو به عنوان حالا یک میدیا اون مصرفش میکنیم. اگر اینتراکتیو باشه یعنی تعاملی باشه میشه پلیتینگ. حالا ما یه چیزی هستیم که بازی رو هم فعلش رو هم خود اون بازی رو به عنوان بازی میشناسیمش، ولی تو انگلیسی ما بهش میگیم پلی، حالا بازی کردن رو میگیم پلی و خود گیم رو حالا میگیم همون بازی. میرسیم به چیزی به عنوان اینکه اگه اینتراکتیو باشه، تعاملی باشه، پلیتینگ، یه چیزی که قابل بازی هستش. چیزی که وجود داره اینه که اگه اون چیزی که می‌خوایم باش بازی کنیم یک هدف داشته باشه، یک گل داشته باشه، میشه چالش. و اگه اون گل نداشته باشه، یک هدف نداشته باشه، میشه توی، میشه اسباب بازی، مثل چیزایی مثل عروسک، ماشین بازی، چیزایی که ما باش بازی میکنیم، سرگرممون میکنه، ولی یک هدف خاصی نداره، پشتش هدفی نیست. حالا اگه این فعالیت، این بازی یک هدفی پشتش باشه، تبدیل میشه به یک چالش، تبدیل میشه به یک چالش. حالا اگه این چالشی که باش رو هستیم یک به قولی حریف نداشته باشه، کسی باهاش بخوایم چالش رو انجام بدیم نداشته باشه، تبدیل میشه به یک پازل، چیز معما. حالا اون چیزی که ما به عنوان جیکسا، به عنوان پازلی که حل میکنیم، تیک‌ها رو کنار هم میذاریم و یک بخشی از این پازل بدونیم، به صورت کلی اون چیزی که معما طوره پازلی باشه میشه پازل. و اگه یک کسی باشه که یک حریفی باشه که باهاش داریم این چالش رو انجام میدیم، تبدیل میشه یک کانفلیکت، یک کشمکش، کاری که با یک نفر داریم انجام میدیم. و در دسته آخر اگه این کانفلیکت، این کشمکشی که داریم توش ما تعامل خاصی نداشته باشیم، خودمون توش دخیل نباشیم، تبدیل میشه یک مسابقه، میشه کامپتیشن. و اگه ما خودمون هم توش دخیل باشیم، تبدیل میشه به یک گیم. و اینجوری میتونیم بگیم یک دسته‌بندی کلی بذاریم، به این شکل میتونیم به گیم برسیم. این سمت چپ من این چیزو گذاشتم، این پیام ها رو گذاشتم، احتمالاً مشکی نشون میده. بذارین سایزش رو کم کوچیک‌تر کنم که این یه دسته‌بندی کلی از بازی که بدونیم بازی به چه شکلی. ولی خب خیلی چیزا هستن که سرگرم کننده هستن، فیلم و سریال هم اوکی، اما دوست داریم بهش وارد بشیم. ولی چرا خب میخوایم به جنبه بازی بپردازیم؟ چرا در مورد بازی میخوایم صحبت کنیم؟ خب احتمالا خیلیاتون میدونید اگه اهل گیم باشید، من چون یه خورده دیرم شروع کردیم، معمولا توی سمینارهای همایش‌های حضوری که داریم در مورد صحبت میکنیم، من یک نظرسنجی میکنم، یه گفتگویی میکنیم با بچه‌ها، ببینیم چه کسایی گیمر هستن، چه کسایی به گیم علاقه‌مندن، تا یه حال و هوای اون جمعو بدونیم و بر اساس اون صحبت پیش ببریم. ولی خب هم به خاطر اینکه یک بار دیر شروع شد و حالتی هم هست که من دیگه رفتم رو اسکرین شیر، نمیتونیم زیاد با هم تعامل داشته باشیم، دیگه نشد بپرسم چند نفرتون گیم دوست دارید، چند نفرتون گیمر هستید، چون تاثیرگذاره. ولی ما فرض رو برای این میگیریم که همتون علاقه‌مند به گیم هستید که الان اینجا حضور دارید و دارید این وبینار رو گوش میکنید. اگه به گیم علاقه‌مند باشید، میدونید که صنعت گیم، حالا ما تو ایران این رو به عنوان صنعت نداریم که جلوتر یک مقدار در مورد صحبت میکنیم، ولی در جهان یک صنعتیه که تراور مالی خیلی بالایی داره. همونجور که توی نمودارم میبینید، مثلا تا سال 2024 که تخمین زدن، حدود 178 میلیارد دلار تراور مالی در کل جهان داشته که عدد بسیار قابل توجهیه و بعضی جا حتی روی صنعت سینما هم هستش، یعنی بالاتر از صنعت سینما هستش. و تقریبا تا همون سال 2024 تخمینی که زدن 3.42 میلیارد نفر ما گیمر در جهان داریم. حالا این که میگیم گیمر، منظور به معنای عام میشه، منظورمون هاردکور گیمرها نیستن، اونایی که یه وقت بسیار زیادی رو صرف گیم میکنن یا به صورت تخصصی بازی میکنن، اونایی که شغلشون گیمینگ هستش. حالا به صورت کلی در جهان ما نزدیک 3.5 میلیارد نفر پلیر داریم. پس این نشون میده یک جامعه آماری بزرگی وجود داره برای اینکه ما بخوایم براش گیم طراحی کنیم یا گیم بسازیم. یعنی از لحاظ بیزنسی یک بستر خیلی خوبی براش وجود داره. چون خیلی‌ها وقتی در مورد یک رشته خاص، یک فن خاص صحبت می‌کنی، خیلی‌ها اول از این طریق بهش نگاه می‌کنن که بازار کار فقط چطوره، بازار کار چه شکلیه، آیا بازار کار براش وجود داره، تو کشور چطوره، در خارج از کشور چطوره. همین آمار نشون میده که بازار کار بسیار خوبی داره و از لحاظ درآمدی بسیار صنعت پرسودیه. ولی حالا اینکه در ایران به چه شکله، در خارج از کشور به چه شکله، جلوتر یه ماه رفتیم در موردش صحبت می‌کنیم. فقط اینو خواستم اشاره بکنم که چیزی که داریم امروز در موردش صحبت می‌کنیم یک رشته و موضوعیه که بازار کار خوبی هم داره، یعنی شما از لحاظ اقتصادی هم حتی میتونید بهش نگاه کنید. خب بیایم در مورد انواع بازی با هم صحبت بکنیم.
یک چیزی که وجود داره، من خودم دوست دارم خود بازی ها رو به دو دسته کلی بشکنم. یک سرگرمی به عنوان اینترتینمنت و یکی هم بازی های جدی یا سیریس گیمز. البته که اینا صفر و یکی نیستن، یعنی اینجوری نیست که بخوایم بگیم که یک بازی کامل اینترتینمنت، یه بازی کاملا جدی طیفی قرار داره که هر چقدر به دو طرف این طیف نزدیکتر بشیم اون جبهه بیشتر خودش رو نشون میده. یعنی شما اگه یک بازی رو در نظر بگیرید و رو اون بازی نگاه کنید، اگه وسط شما بگیریم سرگرمی و آموزش بازی جدی، جایی از بازی‌هایی هستن که هم بعد سرگرمی خوبی دارن. اوکی بسیار. خب چیزی داشتیم رو صحبت می‌کردیم انواع بازی، گفتیم که یک ما طیفی داریم که اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم، اگه یه طیفی رو شما اینجا در نظر بگیرید، این وسط رو در نظر بگیرید، ما اینجا بگیریم بازی‌های جدی و اینجا رو بگیریم بازی‌های سرگرمی، هر چقدر ما به این سمت وارد بشیم، بیایم به سمت این سمت بریم، میگیم بازی جدی، بازی سرگرمی ترترن، و هر چقدر بیایم به این سمت بازی‌ها بیشتر خودشون رو به سمت آموزشی میبرن. حالا بیایم در موردشون ببینیم که بازی‌های سرگرمی اینترتینمنت به چه شکلی هستن و بازی جدی به چه شکلی هستن. بازی سرگرمی کلیتش تعریفش اینه که صرفاً برای سرگرمی هستن، یعنی لذت ناب سرگرمی، این که برای تفریح، برای لذت، گریز از واقعیت ازشون استفاده میکنیم. اون تایمی که داریم صرف این بازی ها میکنیم اولا تایمی هستن که میخوایم سرگرم بشیم، نمیخوایم حالا یک چیزی یاد بگیریم یا یک کار خاصی رو انجام بدیم، دوست داریم اون زمانمون رو تفریح کنیم، همونجوری که نوشتم گریز از واقعیت، یک بخش جدا شیم از دنیای واقعی خودمون، از مشغله‌ای که داریم، از کاری که داریم جدا بشیم. این دسته از بازی ها یه انگیزه کاملا درونی دارن، یعنی شما میخواید برای اینکه خودتون اقناع بشین، خودتون ارضا بشین از درون، این بازی ها رو انجام میدید. یعنی یک انگیزه بیرونی براشون وجود نداره، برای یک چیزی که بهش برسید این کار رو انجام نمیدید، یک انگیزه درونی داره. نتیجهش هم اینه که براتون ایجاد هیجان میکنه، شادی، آرامش، بسته به نوع بازی که دارید انجام میدید. و اکثر بازی ها شامل این میشن، مخصوصا بازی کژوالی که شما اکثرا روی گوشیاتون دارید. یه زمانی که توی مترو هستید، یه زمانی که دارید از تو ماشین دارین یک جایی رو طی می‌کنید، توی اتوبوسین، می‌خواید به قولی زمانتون کیل بکنین، بکشین زمانتون رو و اون از اون زمانی که داره میگذره یه لذتی ببرین، از این نوع بازی استفاده می‌کنین. مثل بازی کژوالی که عمدتاً مثلا استودیو کچاپ از این نوع بازی‌ها زیاد داره، بازی‌های به قولی تفننی و رکوردی بازی می‌کنین. در مقابلش بازی‌های جدی سیریس گیمز رو داریم که این بازی‌ها فراتر از سرگرمی هستن، روشون یک بعد آموزشی، درمانی یا یک انتقال پیامی میاد. ما عملاً داریم از بازی استفاده می‌کنیم، از این چارچوب سرگرم کننده استفاده می‌کنیم تا بیایم یه پیامی رو انتقال بدیم، یک مفهومی رو آموزش بدیم، یک درمانی رو انجام بدیم. این که میگیم درمان یعنی چی؟ احتمالاً درمانگاه‌های توانبخشی رو دیدید، اون جاهایی که اکثر افراد میرن برای فیزیوتراپی یا برای توانبخشی، حالا یک مشکلی براشون پیش اومده در طی یک تصادفی یا یک آسیب دیدن و میخوان توانبخشی انجام بدن، مثلا دستشون از کار افتاده یا پاشون خوب کار نمیکنه، اون تمرینایی که باید اونجا انجام بدن رو میان ترکیب میکنن با یک سری وسایل و بازی‌هایی که براش طراحی شده که ما تو ایران هم خدا رو شکر این رو داریم و داره مدام هم رشد میکنه. البته فکر کنم چند تا از مراکز تهران این کار رو انجام میدن، همشون اینجوری نیستن، ولی میان ترکیب میکنن این پروسه توانبخشی رو با بازی. خب این میره در زمره بازی‌های جدی و تو اون طیفی که براتون مثال زدم بیشتر میاد سمت چپ، میاد تو طیف خودش رو نزدیک میکنه به اون اسپکتروم بازی‌های جدی. دیگه چیکار میکنه؟ یک انگیزه ایجاد میکنه. همونجور گفتیم اونجا ما یک انگیزه درونی داشتیم، اینجا یک انگیزه بیرونی براش داریم، یعنی برای یک هدف خاصی رو انجام بدیم از این بازی‌ها رو انجام میدیم. حوزه آموزش دوره کرونا بود، این طیف و این دسته از بازی‌ها خودش رو خیلی نشون داد. احتمالاً دید که حالا بازی‌هایی رو طراحی کردن برای آموزش علوم، برای آموزش ریاضی، برای آموزش مفاهیم مختلف درسی که برای بچه‌ها بودن. کلاً بازی‌هایی که یک فرایندی رو میان از طریق اون طیف سرگرمی میخوان آموزش بدن، بهش میگیم بازی‌های جدی یا بازی‌های سیریس گیمز. یک دسته دیگه هم که توی سیریس گیمز قرار میگیره بازی شبیه ساز هستن، مثلا شبیه سازهای پرواز، شبیه سازهای عمل جراحی، تمام این شبیه سازهایی که ما انجام میدیم برای اینکه یک
فنی رو آموزش بدیم، برای یک تکنیکی رو آموزش بدیم، باز اینجا اون بعد آموزشی خودش نشون میده. پس ما به طور کلی میتونیم بازی ها رو به دو دسته سرگرمی و جدی تقسیم بکنیم که در یک طیف قرار میگیرن و هر چقدر اون ذات بازیمون بره به سمت آموزشی، میاد به سمت سیریس گیمز، و هر چقدر بعد اینترتینمنت خودش رو، سرگرمی خودش رو نشون میده، بریم به سمت سرگرمی. این که میگم 0 و 1 نیست، به خاطر اینکه خیلی از بازی ها هستن که شما اون رو برای لذت داری بازی میکنین، ولی پشتش یک مفهومی داره، یک حالا فرهنگی رو داره اشاره میده. مثلا خیلی از بازی ها هستن که شما دارین بازی میکنین، در پسش بازی مفهوم همکاری رو داره یاد میده. مثلا بازی های It Takes Two یا اسپلیت فیکشن که جدیداً هم منتشر شده، این بازی ها عملاً برای سرگرمی هستن، ولی چون 2 نفرن و شما دارین کوآپ انجام میدید، همکاری انجام میدید، در پسش داره بهتون اون بعد همکاری رو هم آموزش میده. برای همین خب این بازی رو نمیتونیم کامل ببریم تو سمت سرگرمی و نه کامل ببریم تو سمت سیریس گیم، و برای همین این اون جایی که مثلا توی میدل قرار میگیره ولی یک مقدار میره تو بعد سرگرمی. پس این شد انواع بازی هایی که وجود دارن و اینو توی جدول خیلی ساده‌تر آوردم که از لحاظ قصد اولیه توی سرگرمی ما لذت و تفریح داریم، توی بازی جدی آموزش رو داریم، توی محرک‌های اصلی خود سرگرمیه، یعنی توی سرگرمی ما خود فعالیت رو داریم، اون انگیزه‌رانیه، و توی بازی جدی میره برای دستیابی به یک نتیجه، به یک هدفی که میخوایم، و خروجیشون توی سرگرمی ما میخوایم یک تجربه، یک احساس مثبت، یک سرگرمی رو انتقال بدیم، و تو بازی جدی میخوایم یک مفهوم، یک مهارت، یک بینش خاص رو منتقل بکنیم. یک جنبه خیلی جالب بازی سازی که خیلی از بچه‌ها این رو نمیدونن، مخصوصا بچه‌هایی که تازه میخوان وارد دانشگاه بشن یا اونایی که وارد دانشگاه شدن تازه انتخاب رشته کردن، این که بازی سازی در داخل دانشگاه هم وجود داره. یعنی ما میتونیم بازی سازی رو از بعد آکادمیک هم بهش نگاه بکنیم، ولی این به این معنی نیست که برای بازی ساز شدن حتما باید بریم دانشگاه. اونایی که میرن دانشگاه بازی سازی یاد میگیرن موفق ترن، یا اونایی که خودشون خودآموز یاد میگیرن ضعیف‌ترن. نه، اصلا به این معنی نیست. فقط داریم این رو عنوان میکنیم که خود رشته بازی سازی در دانشگاه هم وجود داره و این رو میشه از بعد آکادمیک و مقاطع بالاتر، یعنی تحصیلات تکمیلی، هم بهش نگاه کرد. یه تعریف کلی داشته باشیم. خب رشته بازی سازی یه رشته میان رشته‌ایه، یعنی ترکیبی هست از چند رشته مختلف. توش برنامه‌نویسی داره، هنر داره، طراحی داره، روایت پردازی داره، تمام اینها رو در خودش داره و تشکیل شده است از مهارت‌های فنی، یعنی هارد اسکیل ها، و مهارت‌های نرم، یعنی سافت اسکیل ها. و تو همون هارد اسکیل های فعالیت فنی هم ما این رو تو بخش‌های مختلف داریم، یعنی جنبه‌های هنری داره، جنبه‌های مهندسی کامپیوتری، نرم افزاری داره، و ترکیبی از همه اینا هست. حالا این رو آیا ما تو ایران هم داریم؟ تو ایران در مقطع کاردانی، یعنی قبل از اینکه شما وارد کارشناسی بشین، به قول فوق دیپلم بهش بگیم، بعضی از دانشگاه علمی کاربردی اینو دارن، مخصوصا دانشگاه علمی کاربردی بنیان ملی بازیگرانی، و توی شهرستان هم تا جایی که میدونم بعضی از دانشگاه علمی کاربردی این رشته رو آوردن. ولی خب این عملا یک چیزی مثل همون دوره ها و کارگاهایی هستش که مراکز ایجاد میکنن، ولی خب یک مقدار منسجم‌تر، و در انتها بهتون یک مدرک فوق دیپلم یا کاردانی بهتون میدن. و مثلا همون دانشگاه علمی کاربردی بنیاد خودش گرایش‌هایی مثل کارگردانی هنری، طراحی کارگردانی و مهارت فنی بازیسازی هم داره. متاسفانه ما این رو در مقطع کارشناسی نداریم، یعنی رشته بازیسازی به صورت با عنوان رشته بازیسازی در دانشگاهامون نداریم. شنیدم که دارن تلاش میکنن تو بعضی از دانشگاه‌ها این رو بیارن، دانشگاهی که دارن تو این زمینه خوب کار میکنن، ولی الان به صورت مستقل ما رشته‌ای نداریم که شما توی انتخاب رشته‌هاتون بعد از اینکه کنکور دادید بزنید رشته بازیسازی. این رو میایم در قالب رشته‌های دیگه مثل مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، یه رشته خیلی جالب به عنوان مولتی میدیا یا چند رسانه‌ای، گرافیک و انیمیشن دنبال میکنن. یه دانساید یا یک بخشی که بخش حالا ضعیفشه، اون ضعف اینه که وقتی شما خب رشته بازی سازی داشته باشین به صورت مستقل، خب میدونید که من هدفم بازی سازیه، حالا در کنارش میام اون مهارت‌های دیگر رو یاد میگیرم. مثلا تو قسمت مهندسی برنامه‌نویسیش یاد میگیرم، تو قسمت هنریش کاراش رو یاد میگیرم، طراحی رو یاد میگیرم، تو قسمت سناریو نویسی از بخش‌های هنری اونا رو یاد میگیرم، ولی میدونم مسیرم مسیر بازی سازیه. ایرادی که میشه گرفت به رشته‌های
رشته‌های دیگه‌ای که ما در ذیل اونها می‌خوایم بازیسازی رو ادامه بدیم، مثلا مهندسی کامپیوتر، اینه که شما اونجا دانشجوی مهندسی کامپیوتر هستید و ازتون انتظار میره که به عنوان یک دانشجوی مهندسی کامپیوتر درسایی که تو اون زمینه وجود داره بخونید، حالا در کنارش بیایید مهارت‌های دیگر رو یاد بگیرید تا بازیسازیتون رو ادامه بدید. مثل همون شوخی که حالا ترند شده میگن این درس رو بخون در کنارش بازیسازی هم ادامه بده. یک چیزی شبیه به اینه الان در دانشگاه‌های ما. ولی خب رشته‌هایی مثل چند رسانه‌ای، مولتی میدیا، یک بخش عظیمی، حالا نمیگیم بخش عظیمیش، یک بخش خوبی از درساشون مختص به بازیسازیه. یعنی در دانشگاه‌هایی مثل هنرهای اسلامی تبریز، دانشگاه خواجه نصیر میدونم مولتی میدیا رو آورده، حالا چند تا دانشگاه دیگه هم مثلا حضور ذهن ندارم، ولی این دانشگاه‌هایی که چند رسانه‌ای رو دارن عملا یک بخشیشون اصلا مخصوص به بازیسازیه و در کنار حالا اون مدیاهای دیگه میان بازیسازی رو یاد میدن، که میتونیم بگیم فعلا در مقطع کارشناسی نزدیکترین رشته‌ای که به بازیسازی داریم همین مولتی میدیا یا چند رسانه‌ای. برای ارشد خود قضیه فرق میکنه. بعضی از دانشگاه‌ها مثل خود علم و صنعت، اخیراً از 403 دانشگاه امیرکبیر، خود دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز میان تو مقطع ارشد گرایش مخصوص به بازیسازی دارن. یعنی ما گرایش بازی‌های رایانه‌ای رو داریم که اونجا دیگه شما به صورت تخصصی میرین تو گرایش بازی‌های رایانه‌ای و دیگه اونجوری نیست که یک رشته‌ای رو بخونید در کنارش بازیسازی رو ادامه بدید. میتونید بیاید اونجا کامل این رو بخونید. حالا اونجا بر اساس حالا استادایی که هستن، کاری که انجام میدن، میتونید یک کاری رو، یک موضوعی که دوست دارید روش کار بکنید. من در مورد یه دانشگاه خارج از کشورم یه توضیح بدم، بعد بهتون بگم که یک مقدار بگم چه کارهایی میشه تو حوزه آکادمیکم انجام داد. چون میدونم با توجه به اینکه با دانشجوها صحبت کردم در مقاطع مختلف، میدونم خیلی براشون جالبه و خیلی‌ها نمیدونن که در کنار رشته‌ای که خودشون دارن میخونن میتونن اون کارشون رو، اون هدفشون رو، اون تزی که دارن میدن رو با بازی ترکیبش کنن که همین باعث میشه هم اون طرحشون خیلی کاربردی‌تر بشه و هم اون بعد سرگرمی بهش اضافه بشه که میتونه کارشون رو خیلی بولتر بکنه، کارشون رو خیلی بزرگتر بکنه و یک جور دیگه دیده بشه. تو که خارج از کشور یه خورده که نه خیلی قضیه فرق میکنه. کشورهای توسعه یافته‌ای که صنعت بازیسازی رو دارن اومدن صنعت و دانشگاه رو با هم دیگه مرج کردن. یعنی چطور؟ یعنی اومدن با توجه به نیاز صنعت در حوزه بازیسازی دانشگاه‌ها رو بردن به این سمت که بیان نیازهای خودشون رو از بعد آکادمیک ترفیع بکنن. یعنی نیازهایی که دارن تو حوزه طراحی هنریش، طراحی نرم افزارش، هوش مصنوعی که حالا در موردش صحبت میکنن، اومدن این نیاز رو توی دانشگاه آوردن و نیازهای خودشون رو منتقل کردن به حوزه آکادمیک دانشگاه و خروجی اونها رو آوردن توی صنعت مستقیما دارن استفاده میکنن. حالا تو آمریکا مقصد اصلی که میشه براش گفت با توجه به اون صنعتی که دارن، آمریکا و انگلیس و کانادا جزو کشورهایی هستن که دانشگاه‌های خیلی خوب با رنک‌های خیلی خوبی دارن. تو اروپا هم ما دانشگاه بسیار خوبی داریم. اینجوری نیست که بگیم فقط توی آمریکا و انگلیس و کانادا دانشگاه خوب هستن، نه، اتفاقا توی اروپا با توجه به اینکه بعضی از کشورهایی که ما فکرشو نمی‌کنیم صنعت بازیسازی دارن و در کنار این صنعت اومدن بعد علمیش و آکادمیکش هم بردن بالا. کشورهایی مثل لهستان، کشورهایی مثل فنلاند، سوئد، هلند، کشورهایی هستن که ما شاید فکر نکنیم که صنعت بازیسازی دارن، ولی خب شرکت‌هایی مثل سوپرسل، رمیدی مثلا از فنلاند هستن و خیلی بازی‌های معروف و پردرآمدی دارن. دقیقاً به خاطر همین دانشگاهایی که تو اون کشورها هستن اومدن خودشون رو جوین کردن به صنعت و رشته بازیسازی رو آوردن و در تمام مقاطع اینو دارن، یعنی در کارشناسی، ارشد و دکترا. ما اینقدر بهتون بگم به صورت اسپسیفیک، مثلا ما پوزیشن هایی رو داریم در مقطع دکترا با عنوان هوش مصنوعی در بازی های کامپیوتری که یکی از گرایش های علوم کامپیوتر میشه. اینقدر پوزیشن های تخصصی داریم. یا در مثلا قسمت های هنریش ما این رو تو دو بعد بخوایم حالا نظر بگیریم، یعنی بعد هنری و بعد فنی. تو اون بعد هنریش مثلا یک خود دانشگاه فنلاند باز اینو من چون دیده بودم مطالعاتی دارن، مطالعات تأثیرات بازی در جامعه که میان اینو از لحاظ علوم انسانی میان بررسی میکنن، یا اصلا بحث هنر میان از بحث هنری این رو تو فلسفه هنر بررسیش میکنن. این پوزیشن ها حتی در حوزه هم در مقطع ارشد و دکترا درش وجود داره و کسایی که دوست دارن
اون کارهایی که خودشون رو انجام دادن تا الان رو بیان با اون مرج بکنن، میتونن همچین رشته‌هایی هم در خارج از کشور ادامه بدن. حالا در قسمت هوش مصنوعی، چون خودم تو این زمینه کار کردم، فقط این رو بهتون بگم که خب هوش مصنوعی همونجوری که میدونید تو خیلی از رشته‌ها کاربرد داره و میتونه ترکیب بشه با کلی رشته دیگه و به تمام این رشته‌ها سود برسونه و کار رو در اونها بهتر و بهینه‌تر بکنه. در بازی هم همین شده و بازی از این قاعده مستثنا نیست و خیلی جاها میان تو حوزه‌های مختلف، مثلا حالا بیشتر بعد فنیش، اینکه چطور ما از هوش مصنوعی در بازی استفاده بکنیم، تحقیقات زیادی انجام میدن. مثلا من خودم تو مقطع ارشدم و الان دکترام روی بیهیویر کار کردم. توی بازی ها ما چیزی داریم به عنوان NPC یا نان پلیر کاراکترها که برای اینکه رفتارشون شبیه به رفتار انسان بشه، ما خیلی از تکنیک‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم که من خودم رو همین کار کردم. خیلی از دانشگاه‌ها هم دارن تو این حوزه کار می‌کنن و یه چیزی هم که میدونم روش دارن کار می‌کنن اینه که ما چطور بخوایم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم هوش مصنوعی استفاده بکنیم در تولید اتومات و پویای انیمیشن ها. دیگه خودتون احتمالاً مدل های مختلف هوش مصنوعی رو دیدید که میدونید که الان مدل هایی هستن که براتون راحت ویدیو تولید میکنن. این رو از سالهای قبل داشتن روش کار میکردن که چطور انیمیشن هایی که داخل بازی هست رو ما بتونیم با هوش مصنوعی به صورت پویا درست بکنیم، مثل انیمیشن هایی که تو فوتبال مثلا وجود داره. اون بیهیویری که دارن، اون جوری که باید اون بیهیویر رو نشون بدن رو بیان به صورت پویا انجام بدن، یعنی از قبل طراحی نشده باشه. خب توی بازی ها اکثر موومنت ها، حرکاتی که شما میبینید، انیمیشن هایی هستن که از قبل طراحی شدن. یعنی یک انیماتور که حالا در پوزیشن های مختلف بازی سازی در مورد صحبت میکنیم، انیماتور میاد این انیمیشن ها رو طراحی میکنه و بعد این انیمیشن ها رو میان پیاده میکنن روی آبجکت ها و کاراکترهای مختلف. این حالا در بعد آکادمیک بازی هست. حالا در بعد از اینکه وبینارمون تموم شد، اگه باز سوالی داشتین در این حوزه، من هستم، باهاتون در ارتباط هستم. علاوه بر اینکه خارج از این وبینار، بعد از اینکه وبینار تموم شد، از طریق راه ارتباطی میتونیم در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. خب بریم سراغ این که ما الان تا اینجا متوجه شدیم که بازی چیه، چه نقشی در جامعه داره، از لحاظ آکادمیک چه کارهایی توش میشه انجام داد. ولی حالا بریم ببینیم که بازی ساز کیه، کسی که ما بهش میگیم گیم دیزاینر، گیم دیولپر، دقیقاً کیه، چه نقشایی داره. در وهله اول بازیساز سازنده یک تجربه است. چیزی که شما به عنوان یک بازی تهیه می‌کنید، یک تجربه‌ای که دارید به کاربرتون، به اون پلیرتون منتقل می‌کنید. یعنی در نهایت اون پلیر شما وقتی داره بازی رو انجام میده، یک تجربه جدیدی داره انجام میده، یک تجربه جدیدی رو داره کسب می‌کنه. پس در وهله اول بازیساز کسیه که داره یک تجربه جدید رو طراحی می‌کنه و به دست مخاطب خودش میرسونه. ولی میتونیم بازی سازی رو یا بازی ساز رو به 3 دسته مختلف تقسیم بندی بکنیم. یکی از لحاظ هنر، یعنی آرتیست ها، از لحاظ فنی پروگرامر ها، و از لحاظ دیزاینی و طراحی یا دیزاینر ها. اینو اول ببینیم که بخش های مختلف تیم بازی سازی چی هستن. توی تیم های بازی سازی وقتی ما میگیم بخش های مختلفی داریم، منظورمون بیشتر اون تیم های تریپل ای هستن. حالا ما باز میتونیم تیم های بازیسازی رو به 2 دسته کلی تقسیم بندی بکنیم. شرکت های بزرگ تریپل ای مثل راکستار، مثل رمدی، که میان روی بازی های کامرشال خیلی بزرگ کار میکنن، بازی تریپل ای کار میکنن، مثل جی تی ای، مثل گاد آف وار و بازی های اینچنینی، یعنی بازی های خیلی بزرگ، بازی مثل فیفا و اینچنین. خب ساخت همچین بازی هایی، همونطور که نرم افزارهای بزرگ هم نیازمند یه تیم گسترده هستن که هر کدوم از اون اعضای تیم نقش‌های مختلفی دارن. مثلا ما جونیور دیولپر داریم، سینیور دیولپر داریم، جونیور دیزاینر داریم، سینیور دیزاینر داریم و این چنینی. در بازی هم دقیقاً به همین شکله. یعنی ما پوزیشن های مختلف داریم که در ادامه بهتون میگم این پوزیشن چی هستن. علاوه بر این، در مقابل این شرکت ها و تیم های تریپل ای، ما چیزی داریم به عنوان ایندی گیم ها یا شرکت های ایندیویژوال، شخصی سازی تر شده، که این تیم های ایندی به اختصار از 1 نفر میشن تا مثلا تیم های کوچیک، مثلا 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، تیم هایی که خیلی کوچیک هستن و گسترده نیستن. اون تیم هایی که در مورد تریپل ای در مورد صحبت میکنیم، تیم هایی هستن که مثلا 100 نفر، 200 نفر، بعضا 300 نفر زیر مجموعه دارن و هر کدوم دارن تو بخش‌های مختلف کار میکنن. تیم‌های ایندی تیمایی هستن که میگم از 1 نفر هستن، یعنی کسایی هستن که ارتش 1 نفره هستن تا چیزای مختلف.
بخش‌های مختلفی که الان در ادامه در موردش صحبت می‌کنم چیزایی هستن که هر فردی میتونه با توجه به اون تخصصی که دوست داره تو این زمینه‌ها کار بکنه و کسی که ایندی دیولپره میتونه چند تا نقش داشته باشه، به قولی چند تا کلاه در رو سر خودش بذاره. هر کدوم از اینا رو اگه کلاه نظر بگیریم میتونه کلاه‌های مختلفی رو تست بکنه و اون چیزی که دوست داره انجام بده و حتی یک نفر میتونه در چندین بخش مختلف فعالیت کنه. یعنی خودش هم میتونه طراح باشه، خودش هم میتونه پروگرامر باشه و هم خودش میتونه آرتیست باشه. خب حالا چه بخشایی داریم ما در تیم‌های بازیسازی داریم؟ یه بخش داریم به عنوان بخش طراحی، تو بخش دیزاینرها که جلوتر یه بخش خاصی هم در مورد هر کدوم از اینا من صحبتی هم میکنم، چون میخوام بعد از این بگم که بخش طراحی چرا یک بخش خیلی مهمی در بازیسازی هستش. خب بخش طراحی رول‌های مختلفی توش هست، از جمله چیزهای مهمش گیم پلی دیزاینر، لید گیمز دیزاینر، لول دیزاینر، یو ایکس دیزاینر، یو ایکس دیزاینر که یو آی دیزاینر میره تو بخش هنری و رایتر رو داریم. هر کدوم از اینها میان با توجه به اون عنوانی که دارن یک بخش‌هایی رو طراحی میکنن و در بازی ارائه میدن. حالا البته که این لیست خیلی بیشتره، خیلی اسپسیفیک‌تر و شخصی سازی‌تر شده هست، من اون مهماشو دارم میگم، بعضی‌هاشون هم جلوتر خیلی تخصصی‌تر در موردش صحبت میکنم. ولی کلا بخش طراحی میره به اون سمتی که اول بیاد بیس قضیه رو طراحی بکنه. ببین بچه‌ها این رو من حالا میگم چون اول معمولا میپرسم، یه فرصت نشده بپرسیم، من بیس رو برای میذارم با توجه به اینکه در انجمن آیتی داره برگزار میشه و بیس بچه‌ها دانشجوهایی هستن که دانشجو آیتی و مهندسی و علوم هستن. بیس رو برای میذارم که اکثرتون برنامه‌نویس هستید، یعنی بیشتر با برنامه‌نویسی و اون بعد فنی آشنا هستید. کسایی که برنامه‌نویسی انجام میدن، خب کسایی که از بیس میان طراحی کار میکنن، بعد فنی رو ندارن، باید یه انرژی بیشتری رو بذارن تا بیان اون بعد فنی رو یاد بگیرن. ولی بچه‌هایی که فنی یاد گرفتن، نمیگم انرژی کمتری باید بر طراحی بذارن، ولی راحت‌تر میتونن این رو یاد بگیرن، راحت‌تر پذیرای این حوزه هستن. البته میگم هر کدوم از اینا یک فنیه و تخصصی میشه روشون کار کرد. اینجوری نیست که بگیم همه رو با هم میشه کامل یاد گرفت، نه، هر کدومشون بخش‌های مختلفی دارم. ولی دارم اینو میخوام بگم که بچه‌هایی که فنی هستن اگه بتونن بعد طراحی خودشون رو قوی‌تر بکنن، خیلی راحت‌تر میتونن بیان تو اون قضیه ایندی کار بکنن، به قولی ارتش یه نفره بشن. در کنار این کسی که وارد دنیای بازیسازی میشه و میخواد بازیسازی کار بکنه، نیازمند اینه که هر کدوم از این حوزه‌ها رو یک مقدار بدونه. اگه من تخصصم تو حوزه فنی است و پروگرامر هستم، به قولی تو حوزه گیم دیولپمنت یا توسعه بازی دارم کار میکنم، نیازه که در مورد طراحی یک بخش عمده‌ش رو بدونم، کلیاتش رو بدونم. نیازه که در مورد طراحی بدونم. چرا؟ چون همونجوری که صحبت کردیم، بازی سازی برای اینکه برای اینکه یک بازی خیلی خوب و درست طراحی بشه، نیازمند یک تیم هستیم. نیازمند هستیم که یک تیم منسجم در کنار همدیگه کار بکنن. و وقتی یک تیم منسجم میشه و میتونن در کنار همدیگه کار بکنن که بتونن زبون همدیگه رو متوجه بشن. منی که دارم بخش طراحی رو کار میکنم، اگه ندونم فرایند پروگرامینگ و توسعه به چه شکلیه، بخش طراحیمو اولا یه جوری طراحی میکنم که خودم دوست دارم و دیگه نگاه نمیکنم که آیا از لحاظ پروگرامینگ و توسعهش اصلا پاسیبل هست، آیا اصلا شدنی هست. تو بخش طراحی آیا واقعا اون چیزی که ایده‌ای که دارم طراحی میکنم و میارم روی کاغذ، آیا واقعا اون بخش طراحیش شدنی هست. این که ما بخوایم این بخش‌ها رو به صورت یک کلی در نظر بگیریم و از هر کدومشون یک بخشی بدونیم، این کمک رو بهمون میکنه که وقتی وارد یک تیم شدیم، وقتی خواستیم در یک تیم، در یک شرکتی کار بکنیم، بتونیم زبون بقیه افراد تیم رو هم متوجه بشیم و راحت‌تر با اون تیم مرج بشیم، با هم کار بکنیم. بس این رو هم به عنوان یک نکته حتما در نظر بگیریم. سوای بخش طراحی، بخش هنری رو داریم. بخشی که حالا به قول جلوه بصری کاره. ما اگه بخوایم یه مثال بزنم که ملموس باشه، شما یک ساختمون رو در نظر بگیرید. برای اینکه اون ساختمون ساخته بشه، اول نیاز داریم که یه طرحی از ساختمون زده بشه، یعنی اون نمای کلیش روی بلوپرینت کشیده بشه، بعد بر اساس اون اسکلت ساختمون بیاد بالا، کارهای اولیش انجام بشه، برق‌کشی انجام بشه، لوله کشی انجام بشه. اینجوری الان خونه قابل سکونت هست، ولی خب اون زیبایی رو نداره. یعنی 4 تا آجر کنار همدیگه مونده، فانکشنال، یعنی داره کار میکنه، برق داریم، گاز داریم، همه چی اوکیه، میتونیم توش زندگی بکنیم، ولی اون جذابیت رو نداره، اون جلوه زیبایی رو نداره. اینجاست که بخش هنری میاد. اون نمایی که روی ساختمون میزنن، اون کارهای زیبایی که انجام میدن، اون دکوراسیونی که توش انجام میدن،
باعث میشه که اون کارهایی که از قبلش انجام شده خودشون نشون بده، خیلی زیباتر خودشون نشون بده. بخش هنری دقیقاً اینجاست. چیزهایی که تو این بخش وجود داره مثل چیه؟ مثل گرافیک پروگرامر، بخش تکنیکال آرتیست، ویژوال افکت ها، همون وی اف ایکس ها هستن، 3D مدل ها تو بازی 3D هستن، کانسپت آرتیست ها هستن که با توجه به طرحی که طراحا میان یک کانسپت آرت انجام میدن، یک طرح مفهومی از اون ایده که روی کاغذ بوده درست میکنن تا ببینن به صورت ویژوال، به صورت بصری اون طرح به چه شکلیه. انوایرمنت آرتیست رو داریم، تکسچر آرتیست رو داریم که هر کدوم از اینا با توجه به اون تایتلی که دارن یک بخش از اون تیم رو به عهده میگیرن و کار رو میبرن جلو و اون جلوه بصری که ما در بازی ها میبینیم رو انجام میدن. در کنار این بخش انیمیشن داریم، همونجوری که بهتون توضیح دادم خیلی از موشن ها، اون حرکاتی که ما در داخل بازی میبینیم، مثلا تو خود فوتبال در نظر بگیرید حرکاتی که هست، تو بازی مثلا گاد آف وار یا تمام بازی جنگی، اون حرکات کامبت، مبارزه‌ای که شما میبینید، پرش ها، چرخیدن ها، تمام موشن ها، تمام این حرکاتی که میبینید یک انیماتور اومده اینها رو، یک انیمیشن کار، یک انیماتور اومده اینو طراحی کرده و بعد اونو پیاده سازی کرده و بعد با توجه به اون استیتی که بازیکن توش قرار داره، کاراکترمون توش قرار داده، این انیمیشن ها پلی میشن و عملا یک چیز از قبل طراحی شده هستن که چون داخل یک فرایندی، داخل یک چرخی به صورت خیلی اسموث و روون دارن پلی میشن، شما دیگه این رو در نظر نمیگیرید که اینا از قبل طراحی شدن، فکر میکنید که در آن واحد داره انجام میشه. البته همونجوری که بهتون گفتم داریم میریم به اون سمتی که دیگه اینا از قبل طراحی نشن و با توجه به اون هوش مصنوعی که پشتشون هست به صورت پویا این انیمیشن ها تولید بشه. ولی تا قبل از اون که حالا تمام بازی‌ها به اون دسترسی داشته باشن، چون اون کار یک بخش پردازشی زیادی هم میبره و این یک مقدار از اون بار پردازشی کم میکنه و بازی رو روون‌تر میکنه. ما بخش انیمیشن رو داریم که خیلی هم میان تو این زمینه فعالیت میکنن. بخش دیگه ای داریم بخش موسیقیه. خب توی بازی نمیشه نقش موسیقی رو منکر شد و موسیقی مثل بقیه حوزه مدیا موسیقی توی بازی هم خیلی خودش رو نشون میده و خیلی از بازی ها به خاطر اون موسیقی خیلی خوبی که دارن خودشون رو نشون میدن. مثلا سری بازی های کال آف دیوتی و مدل آف آنر و تمام این بازی هایی که جنگی هستن یک تم موسیقی های خیلی خوبی پشتشون هست که شما با اون حال و هوای اون زمان، مثلا اونایی که در مورد جنگ جهانی هستش، شما قشنگ میرین تو اون حال و هوا، چیزی که شما رو قشنگ میبره تو اون که تو فضای بازی که شما رو با اون فضا عجین میکنه. پس موسیقی هم این که ما اودیو پروگرامر داریم، موزیک کامپوزر داریم، ساوند دیزاینر داریم، تمام چیزایی که ما در بقیه ژانرهای مدیا مثل فیلم و سریال هم داریم، توی موسیقی بازی هم این رو داریم. بخش بعدی بخش برنامه‌نویسی، خیلی اون بخشی که شاید خیلی از عزیزانی که الان داخل این وبینار هستن بیشتر خودشون رو باش عجین بدونن. چیزایی که داریم همونجوری گفتم AI پروگرامر داریم، انجین پروگرامر داریم، گیم پلی پروگرامر داریم، جنرالیست پروگرامر داریم، نتورک پروگرامر، فیزیکس پروگرامر، تولز انجینیر و ویرچوال ریالیتی پروگرامر که میگم باز اینها یک بخشی از تمام اون رول هایی هست که وجود داره. در مورد AI پروگرامر که یه مقدار صحبت کردم، انجین پروگرامر که حالا در مورد انجین ها صحبت میکنیم، معمولا بازی ها یا بر بستر یک سری موتورهای بازیسازی که الان وجود دارن کار میکنن یا خودشون میان از بیس مینویسن. کمپانی‌های بزرگ خودشون بازیایی که درست میکنن برای خودشون یک انجین، یک موتور درست میکنن، یک فضایی رو درست میکنن، یک نرم افزاری رو به قول درست میکنن که داخل اون بتونن تمام اون فانکشنایی که میخوان، اون بازی که میخوان روش طراحی بکنن و پیاده سازی بکنن. حالا یه نفر میتونه بیاد اون انجین هایی که از قبل وجود داشته رو طراحی بکنه، یه چیزایی بهش اضافه بکنه یا خودش بیاد از بیس بنویسه که اون میشه قسمت انجین پروگرامینگ یا انجین پروگرامر. گیم پلی پروگرامر یک بخشش میشه همون چیزهایی که ما در داخل بازی داریم، مثل بعد پرش، چرخش، کامبت هایی که داریم، تمام اینا اون گیم پلی، اون فعالیتی که شما دارید داخل بازی انجام میدید، یک پروگرامر پشتش هست که بهش میگن گیم پلی پروگرامر. جنرالیست پروگرامر داریم که همونجوری که از اسمش هم مشخصه جنرالیسته، یعنی یک چیز عمومیه. عملا کسایی که تو تیم های ایندی کار میکنن جنرالیست پروگرامر هستن، یعنی خودشون باید نقش چندین نفر رو ایفا بکنن، یعنی باید گیم پلی پروگرامر باشن، انجین پروگرامر باشن، AI پروگرامر باشن و همونجوری گفتیم اون کسی که نقش عمده رو داره و بعد تو تیم های مختلف میایم اینو اسپسیفیک مشخص میکنیم و به صورت مشخص نقش رو براش تعریف میکنیم.
نتورک پروگرامر خب میشه اون حوزه‌ای که برای بازی‌های آنلاین میشه خودش نشون میده. فیزیکس پروگرامر ما تو اکثر بازی‌ها از قواعد فیزیک داریم استفاده می‌کنیم، مخصوصا بازی‌های فیزیک بیس هستن. یه بازی خیلی جالبی که حالا شاید بازی کرده باشین، کاتروپ رو نمیدونم چقدر بازی کردین. یکی موجود سبزی بود که شما باید یه تنابی رو قطع می‌کردید و بعد با توجه به اون فرآیندی که انجام می‌شد یک آب نباتی رو بهش می‌رسوندین. خب اون بازی فیزیک بیس بود، یعنی شما گرانش زمین روش، جاذبه روش تاثیر داشت، وقتی اجسام به هم دیگه برخورد می‌کردن به هم دیگه با هم دیگه عکس العمل نشون میدادن. این نوع بازی هایی که توشون فیزیک موثره و به قولی از فیزیک دنیای طبیعی دارن استفاده میکنن، یک بیسیش رو فیزیکس پروگرامرها دارن انجام میدن، که یکی از دلایلی که معمولا میان از انجین های بازی سازی انجام میدن این که از بیس، از قبل یک سری از این قواعد توشون بنا شده و دیگه لازم نیست که بیایم از اول خودمون رو بنویسیم. برای همین خیلی میان از انجین های آماده استفاده میکنن. تول انجینیر رو داریم، ویرچوال ریالیتی پروگرامر رو داریم که حالا خیلی برمیگرده به اون دستگاه واقعیت مجازی که چطور اون انجام بده، که حالا من دیگه توش رو تو هر کدوم اسپسیفیک نمیشم. اگه دوست داشتین در موردش در انتها بیشتر صحبت می‌کنیم. رول های مختلفی وجود داره. بعد از بخش برنامه‌نویسی یه بخشی هم داریم به عنوان کنترل کیفی. نمیدونم تا حالا اسمش رو شنیدین یا نه. ما یک عنوانی رو داریم به عنوان گیم تستر. خب بازی‌ها که درست میشن، یک بخششون اینه که ما بخوایم بازی‌ها رو تست بکنیم که ببینیم چیزی که طراحی کردیم واقعا جوابگو هست یا نه، چیزی که مد نظرمون آیا اون چیزی که می‌خواستیم از آب در اومده یا نه. می‌خوایم ببینیم یک بخشی چطور جواب میده، نظر مخاطب به چه شکلیه. ما یک چیزی رو داریم که این اصلا یک شغلی هم هست که اصلا گیم تسترهای حرفه‌ای داریم که با کمپانی‌ها قرارداد می‌بندن، براشون میان بازی‌ها رو تست می‌کنن و به قولی میره قسم تو اون بخش کنترل کیفی، میان بازی‌ها رو تست میکنن، از ابعاد مختلف اینو بررسی میکنن، از بعد طراحی اینو بررسی میکنن، گیم پلی بررسی میکنن، موسیقی، تمام این بخشایی که در قبل در موردش صحبت کردیم رو گیم تسترها میان اونها رو تست میکنن، باگ های بازی رو در میارن و بعد میرن سراغ اینکه بازی رو بخوایم بهبود بدیم و ورژن های بعدیش وارد بشه. این به صورت کلی میشه بخش های مختلف یک تیم بازیسازی تو حوزه‌های مختلفی که خدمتتون گفتم. ولی همونجوری که گفتم، طراح بازی و طراحی بازی یکی از اون نقشایی که به قولی به اصطلاح بهش میگن underrated، یعنی خیلی کم بهش توجه شده، در صورتی که خیلی نقش بزرگ و اساسی داره. ببینید همون مثال ساختمون رو اگه براتون مثال بزنم، فرض کنید یه ساختمون خیلی شیک رو دارین طراحی می‌کنین که هم می‌خوایم امکانات زیادی هم داشته باشیم، یک جلوه بصری هم داشته باشه، همه چیز اوکی باشه، خیلی یوزر فرندلی هم باشه، به قول وقتی میرین داخل ساختمون گم نشید. مثلا یک ساختمونی که مثلا دانشکده است، مثلا بخش‌های مختلفی توش وجود داشته باشه. اگه من یه دفعه دل بزنم به دریا، یعنی بگم که خب من میدونم که یه دانشکده باید کلاس‌های آموزشی داشته باشه، سال کنفرانس داشته باشه، نمیدونم بخش‌های مختلفی داره، میدونم اینا رو، بدون اینکه طراحی انجام بدم برم بزنم به دل کار، شروع کنم پیو کندن و ستون رو بزنم و الهی و امید رو برم جلو. خب یا در کنار اینکه من قبل از اینکه بیام اون کار رو انجام بدم، برم تو مرحله عملی، بیام قشنگ روی کاغذ تمام چیزایی که نیاز دارم بنویسم، تمام طراحی‌هاشو انجام بدم، تمام کاراش بره جلو و بعد بیام بر اساس اون نقشه‌ای کشیدم بیام اون پیاده سازی رو انجام بدم. خب مسلماً احتمال همتون با من هم عقیده هستین که آپشن دوم، یعنی طراحی انجام بشه بعد بریم سراغ کار عملیاتی، خیلی نتیجه بهتری داره. دقیقاً توی بازی هم ما همینو داریم. بازی‌های موفقیت بهتری دارن و میتونن در زمان بیشتری خودشون رو در دل مخاطب جا بکنن و بمونن تو دل مخاطب که طراحی درستی داشته باشن. اگه یک بازی طراحی درست نداشته باشه و قبل از اینکه طراحی براش انجام بشه یه دفعه بره تو بعد طراحی و عملیاتی شدن، مسلماً اون نتیجه‌ای که می‌خوایم رو نداره. برای همین یک مقدار بیام در مورد طراحی بازی صحبت بکنیم، اینکه چه رول‌هایی در طراحی بازی وجود داشته. من این رول‌ها رو توضیح میدم چون خیلی‌ها با توجه به رویاتی دارن، علاقه‌ای دارن، میتونن نقش‌های مختلفی رو بگیرن و این نقش‌های مختلفی رو بازی بکنن. به عنوان مثال یکی از نقش‌هایی که در قسمت طراحی بازی وجود داره لول دیزاینر، اینکه ما بیایم مراحل رو طراحی بکنیم. یک بازی مثل بازی ماریو رو در نظر بگیریم، یه بازی نوستالژی که احتمال میدم 90% افراد بازی کردن و میدونن فضاش به چه شکلیه.
بازی ماریو یه گیم پلی ساده ای داره، یعنی اون مکانیکایی که توش استفاده شده خیلی مکانیکای ساده است. یعنی شما پرش رو دارید، حرکات طرفین رو دارید و یک حالتی هم داره میشینه، نیمخیز میشه و بعد مثلا بر اساس اون قارچی که میخوره، اون گلی که میخوره، میتونه یه سری تیراندازی اینا رو انجام بده. یعنی به صورت کلی یک مکانیک خیلی ساده ای داره. چیزی که اون رو جذاب میکنه لول ها و مراحل مختلفی که داره و چالش هایی که هر مرحله با توجه به اون مکانیک برامون میاره. پس یک چیز اساسی اینه که در کنار اون مکانیک دیزاینری که داریم، مکانیکی داریم، اون گیم پلی که داریم، ما مراحل مختلفی داشته باشیم. خیلی از بازی‌ها بر اساس اون مراحل جذابی که دارن خودشون نشون میدن. یه بازی هم اخیراً منتشر شده، من حالا اسمش رو حضور ندارم، خیلی بازی ساده موبایلیه که فکر کنم ترند هم شده بود یه مدت تو اینستاگرام، نمیدونم اگه کسی اسمش رو میدونه بگه حتما. بازی بود که شما یک سری مراحل خیلی ساده داشتین و مراحل خیلی ساده داریم، چپ و راست باید برین. یک کاراکتریه که تو مصر هم هست فکر کنم، همینجا حالت شن داره و یکی یکی مراحلی که میرین جلو هی زیرش خالی میشه، یه چیزی میخواد سرش و شما باید با تکرارهای زیاد متوجه بشین که اون مرحله رو چجوری رد بکنید، چجوری رد بکنید و برین جلو. خب اون بازی هم گیم پلی خیلی خفنی نداشت. آره دای اگین، ممنون که گفتین دای اگین. اون بازی خب نه گیم پلی خیلی خفنی داشت، نه آرت خیلی خفنی داشت. البته بگم خب اون بر اساس طراحی اون بازی اون آرت و اون گیم پلی خیلی اوکی بودا، ولی اونجا پادشاه لول دیزاین بود، لول دیزاینر بود، طراحی اون مراحل بود که بازی رو خیلی جذاب میکرد. پس یکی از نقش‌های اساسی در داخل بازی‌ها همین لول دیزاین و لول دیزاینر. عنوان بعدی کانتنت دیزاینره. خب ما اومدیم لول دیزاین کردیم، گیم پلی رو دیزاین کردیم، ولی چیزی که باعث میشه بازی یک مفهوم خاص داشته باشه محتوایی که داخل اون بازیه. من دنبال چی هستم، هدفم چیه، چه کاری قراره انجام بدم. اینجاست که کانتنت دیزاینر میاد وسط، کسی که عملا محتوا اون کانتنت بازی رو میاد طراحی میکنه و میبره جلو. البته بچه‌ها من حالا بیس رو بر این گذاشتم که داریم در مورد بازی‌های دیجیتال صحبت میکنیم، ولی تمام که نه، اکثر مواردی که در موردش صحبت کردم در ژانرهای دیگه بازی مثل بورد گیم ها، مثل بازی‌های کارتی و بازی اینچینی، بازی‌هایی که بازی فیزیکال هستن، یعنی تو فضای باز انجام میشن، اینها رو اونها هم شامل اونها هم میشه. یعنی اینجوری نیست که صرف بازی دیجیتال باشه، نه. مثلا همین حوزه کانتنت دیزاینر یکی از نقش‌های اصلیش که خودشون نشون میده تو بورد گیمه. نمیدونم چقدر با بورد گیم ها آشنا هستین یا بورد گیم خودتون بازی کردید. خود بورد گیم ها اون محتوایی که پشتشون هست خیلی باعث جذابیت بازی میشه. مثلا چند تا بورد گیمی که مثال بزنم که خیلی بازی کردن، راز جنگل رو شاید خیلیاتون بازی کردین، از اون بازی نوستالژیکی که بچه‌ای که دهه 70 80 هستن احتمالاً بازی کردن. بازی که شما توی یک جنگلی دارید راه میرید و توی زیر کاش‌های سری محتوا وجود داره و بعضی کارتایی که رو میشه شما باید برید اون کاژ به خصوص رو پیدا بکنید. خب محتواش این بود که شما دارید جنگلی رو طی میکنید، یه سری اجسام باید جمع بکنید و در نهایت برسید به اون قلعه و اینها رو به پادشاه تحویل بدید. محتوایی که پشت بازی ها وجود داره اون چیزیه که باعث میشه مخاطبتون یا اون پلیرتون ترغیب بشه به اون بازی و اون بازی رو انجام بده. در کنار محتوای اصلی بازی ما یک چیزایی هم داریم به عنوان دانلودبل کانتنت یا DLC ها که در بعد از منتشر شدن بازی هستن و منتشر میشن. مثل چی؟ تو بازی بورد گیم اون اکستندد هایی که اضافه میشن، مثلا بازی کهربا رو نمیدونم بازی کردید یا نه. بازی کهربا از اون بازیایی که در کنارش یک سری DLC داره، یک چیز اکستندد داره که میتونید اضافه بخریدش، اضافه کنید به بازی که بازی رو جذابتر میکنه، داستانش رو بیشتر میکنه و این محتوای جدیدی رو بهش اضافه میکنه. یا یک بازی هست بورد گیمی به عنوان بلادی این که یک بازی بسیار جذاب، پیشنهاد میکنم اگه به یک کافه بورد گیمی رفتید یا خودتون دوست دارین بورد گیم بخرید امتحانش کنید. برای جمع‌های چند نفره خیلی بازی جذابی، یه داستان خیلی زیبایی داره که اون محتوا باعث میشه شما بشین ساعت‌ها اون بازی رو انجام بدید. یا تو بازی دیجیتال بازی‌هایی مثل همین جی تی ای که بازی می‌کنیم، بازی که می‌کنید شما بعدش می‌بینید یه سری دی ال سی ها برش میاد. یا بازی فارکرای اینو داره، دی ال سی داره اگه اشتباه نکنم.
بازی فال اوت از اون بازیایی که خیلی DLC براش اومده. DLC چیه؟ شما یک بازی اصلی رو دارید، بعدش یه سری کانتنت، یه سری محتوایی که بعد از انتشار بازی اومده اون طراح دوباره براش طراحی کرده و عملاً به اون بازی رو افزایش میده. یعنی میاد یه سری محتوا، یه سری داستان، یه سری چیزای جدید اضافه میکنه که اون بازی رو جذاب‌تر بکنه. الدرلینگ، بله الدرلینگ هم از اون بازیایی که DLC براش اومده. ممنون که شرکت هم میکنید و نظرتون میگید. پس این شد کانتنت دیزاینر. پس کسیه که میاد محتوا رو طراحی میکنه و بعد کارش بعد از انتشار بازی تموم نمیشه، اتفاقا بعدش میتونه باز به اون محتوا اضافه بکنه. حالا تو هم بود کانتنت دیزاینر بگم که چیزایی که داخل کانتنت دیزاینر مثل استوری، یعنی اون داستان بازی، دیالوگ هایی که در بین کاراکتر رو رد و بدل میشه، متریالی که توی بازی وجود داره و مأموریت هایی که توی بازی وجود داره هم جزء همون محتوایی هست که کانتنت دیزاینر اونها رو طراحی میکنه. نقش بعدی سیستم دیزاینره. سیستم دیزاینر که خودش رو خیلی یکی از اون نقش‌های تو قسمت طراحی که نزدیک به اون بعد فنی هم هستش، مکانیک ها، روندها یا به طور کلی سیستم هایی هست که توی بازی وجود داره. مثلا توی بازی ما پلیر سیستم رو داریم، اینونتوری سیستم رو داریم، کامبت سیستم ها رو داریم، ماجیک سیستم رو داریم، مولتی پلیر سیستم رو داریم و چیزای دیگه. حالا این چیزایی گفتم چیزایی که خیلی بین بازی ها مشترکه. تو قسمت پلیر سیستم ها، خب پلیر سیستم یعنی چی؟ اینکه پلیر چه چیز روند کاری داره، چه کارهایی میتونه انجام بده. یا تو قسمت کامبت سیستم ها، اون بخش مبارزه، چه مبارزاتی رو میتونه انجام بده، به چه شکل‌هایی میتونه انجام بده. تو اکثر بازی‌هایی که حالا شمشیری هستن، شوتر هستن، دیدید که وقتی شما لول اپ میکنید و میرید جلوتر، میتونید کامبت سیستم خودتون رو افزایش بدید. مثلا یک فن جدیدی رو اضافه بکنید، یک سلاح خاصی رو بخرید، یک به قول کمبو خاصی رو ایجاد بکنید بین چیزایی که دارید. تمام اینها یک سیستمی دارن، یعنی از یک ساختاری شما در نظر بگیرید که اجزای مختلف داره و باید در کنار همدیگه چیده بشن و با همدیگه مرتبط باشن و با همدیگه تعامل داشته باشن. به صورت کلی اگه ما این رو یک سیستم در نظر بگیریم، سیستم دیزاینر میاد اول سیستم‌های مختلفی که برای یک بازی نیاز هست رو شناسایی میکنه، اونها رو مشخص میکنه و بعد میاد با توجه به نیاز تک تک این سیستم‌ها رو طراحی میکنه و پیاده سازی میکنه. پس این شد از سیستم دیزاینر. اکونومیک دیزاینر رو داریم یا طراح اقتصاد. ببینید وقتی در مورد اقتصاد صحبت میکنیم، منظورمون صرفاً اون کارنسی ها، اون پول هایی که رد و بدل بشه نیست. خود اکونومیک دیزاینر و اکونومیک دیزاین خودش رو بیشتر تو این نوع بازی‌ها نشون میده، مثل بازی‌های مثل کلش آف کلنز، کلا بازی‌های استراتژیکی شما نیاز هست که یه چیزا خرج بکنید تا چیزی به دست بیارید. اونجا خودشون رو بیشتر نشون میدن که اتفاقا این بود از طراحی خیلی توش ریاضیات و مسائل آماری هم خودشون نشون میده و نیاز هست که کسی که تو این حوزه میخواد کار کنه ریاضیات خوبی هم نسبتاً داشته باشه. و این نشون میده که ما چطور اولا این کارنسی های چند تا کارنسی میتونیم داشته باشیم. ما سکه داریم، پول داریم، کش داریم، نمیدونم جم داریم، چیزهای مختلفی که میتونیم اونها رو خرج بکنیم تا یک سری چیزای دیگر به دست بیاریم. همون چیزایی که میخوایم به دست بیاریم تعادلش باید چه شکلی باشه. مثلا من 10 تا سکه میدم، چند تا جم میتونم بگیرم، چند تا خونه میتونم باش درست بکنم. تمام اینها برای اینکه بازی به یک تعادلی برسه و اون تعادل خارج نشه، نیازمند این هستش اون اقتصادش طراحی بشه و اینجاست که اون اکونومیک دیزاینر میاد خودش رو نشون میده و این تعامل نشون میده، تعامل رو طراحی میکنه و اون تعادل خودش رو نشون میده. یه جای دیگه ای که سوای اون بحث پولی و کارنسی از خودش رو نشون میده، توی بازی‌هایی هست که ما کاراکترهای مختلفی داریم که با هم دیگه تعامل میکنن، مثل 2 مثل بازی رینبو 6. این بازی هایی که کاراکترهای مختلفی دارن و هر کاراکتر برای خودش یک سری قابلیت‌های خاصی داره. خب من توی یک بازی یه کاراکتر رو برمی‌دارم، مثلا میتونه 100 تا دمیج بزنه، هلث بارش مثلا 50%، یه کاراکتر دیگه ای دارم میتونه 70% دمیج بزنه ولی هلث بارش 100. خب این تعادل رو کی باید بنویسه؟ این دقیقاً اونجایی که اکونومیک دیزاینر خودش نشون میده. یعنی میاد تمام این به قولی تناسب ها رو اول طراحی میکنه، میچینه، مینویسه و بعد اینها رو جوری تنظیم میکنه، کم و زیاد میکنه، صحیح و خطا میکنه تا به یک تعادل خاص برسه و بازی از اون تعادل خودش خارج نشه. احتمالاً دیدید تو بازی مثلا
2 وقتی یک هیروی جدیدی اضافه میشه، بعد از یه مدت که تستاش انجام میشه توی آپدیت بعدی میبینید که مثلا میگم فلان هیرو باف شده یا تضعیف شده، یعنی یک سری چیزاشو تغییر دادن، مثلا هلس بارشو تغییر دادن، میزان دمیجی که زده رو تغییر دادن. تمام اینها رو چیزایی هستن که این نوع تعادل ها و طراحی ها میره زمره در زیر اکونومیک دیزاین قرار میگیره. و یک چیز دیگه داریم، یک عنوان دیگه داریم به عنوان لید گیم دیزاینر که میتونیم به عنوان کارگردان بازی هم اون رو بشناسیم. به قولی ببینید ما اگه تیم بازی سازی رو از بخش های مختلف گفتیم، تیم بازی سازی بخش های مختلفی داره دیگه، مثلا بخش طراحی داره، بخش توسعه داره، بخش هنری داره. هر کدوم از این بخش ها معمولا یه هدی دارن، کسی رو دارن که به عنوان هد اون تیم قرار میگیره. مثلا هد توسعه داریم، هد طراحی داریم، هد آرتس داریم. تمام این هدها در نهایت یک نفر میاد زیر مجموعه یه نفر قرار میگیرن به عنوان لید گیم دیزاینر یا کارگردان بازی. خب اینو شما خیلی راحت‌تر و ملموس‌تر توی یک پروژه سینمایی مثلا می‌بینید. یک فیلم سینمایی معمولاً خروجی که داره شما اون رو به چشم کارگردان و عوامل اصلیش می‌بینید، در صورتی که پشت پرده اون فیلم یا یک سریال کلی آدم دیگه هستن که دارن کار میکنن. توی یک بازی موفق، یک بازی تریپل ای هم ما دقیقاً همین رو داریم، یعنی افراد مختلفی تو بخش‌های مختلف دارن کار میکنن، ولی یک نفر در انتها به عنوان کارگردان بازی یا لید گیم دیزاینر هست که همه رو به قولی هدایت میکنه. لید گیم ها رو، لیدای هر تیم رو هدایت میکنه تا اون بازی اولا یک مسیر منسجمی رو طی بکنه و بتونه به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه. معمولا لید گیم دیزاینر یا کارگردان بازی کسی که میاد اون ویژن، اون ذهنیت، اون تصور رو از اون هدف نهایی در نظر میگیره و بعد میاد کل تیم رو برای اینکه به اون ویژن برسن هدایت میکنه. کسی هم معمولا لید گیم دیزاینر میشه خب تجربه زیادی تو این حوزه داشته باشه، خودش گیم دیزاینر باشه در وهله اول، بتونه نقش‌های مختلف رو در تیم بشناسه. اونجوری گفتیم کسایی که وارد دنیای بازیسازی میشن نیازه که از بخش‌های مختلف یک مقدار بدونن تا بتونن توی تیم درست کار بکنن. لید گیم دیزاینر فرای این هاست، یعنی باید خیلی ریزتر و دقیق‌تر در مورد پوزیشن‌های مختلف تیم بازیسازی بدونه تا بدونه تمام افراد رو به چه شکل هدایت بکنه و اونها رو تو مسیر درست راه ببره و برسونه به اون جایی که باید. کسی هم هست که معمولا خیلی آدم خلاقیه، تجربه زیادی تو این زمین داره و از بخش‌های مختلف بازی میدونه. به صورت کلی کسی که طراح بازی میشه و میخواد طراحی بازی انجام میشه باید قابلیت این داشته باشه که توی نقش‌های مختلف بتونه خودش رو نشون بده. یعنی منی که خودم رو طراح بازی میدونم باید بدونم مثلا در مورد اکونومیک دیزاین بدونم، در مورد لول دیزاین بدونم، در مورد کامبت دیزاین بدونم، در مورد تمام اینها یک مقدار یک کلیتی بدونم و بعد با توجه به استعداد خودم، علاقه خودم، بیام یک مورد رو به صورت خیلی اختصاصی تر بخونم. دقیقاً همون کاری که مثلا ما در دانشگاه انجام میدیم. شما وقتی وارد دانشگاه میشید مثلا رشته مهندسی کامپیوتر رو انتخاب میکنید، میاید در مورد تمام چیزهایی که به مهندسی کامپیوتر مربوط میشه میخونید، در مورد طراحی الگوریتم میخونید، ساختمان داده میخونید، شبکه میخونید، تمام این بخشا رو میخونید و بعد وقتی وارد ارشد میشید میاد یه گرایش رو به صورت تخصصی تر ادامه میدید. مثلا در مورد هوش مصنوعی میخونید، در مورد شبکه بیشتر میخونید، یک چیزی رو به صورت اسپسیفیک و مشخص شده میگیرید. طراح بازی هم به این شکله. ما وقتی به عنوان طراح بازی میخوایم وارد دنیا بازیسازی بشیم باید در مورد تمام این بخش‌ها یک مقدار بدونیم، باشون آشنا باشیم و بعد اون چیزی که فکر میکنیم برامون بهتر هست، استعداد بیشتری داریم، روش تمرکز کنیم و کار ببریم جلو. من نوشتم نوشتید منظور تریپل ای منظورتونه فکر کنم. تریپل ای منظور چیه؟ الان توضیح میدم. و یا نیو گیم پلاس هم در حوزه کانتنت دیزاین. آره ببینید من یکی سوال رو جواب بدم. آره اون قسمتی که پرسین ریپلیبیلیتی حالا نه کانتنت دیزاین نمیشه. اولا اون بازی یه بار طراحی شده اومده بیرون، ما میایم یک سری کانتنت جدید وقتی براش طراحی میکنیم اون رو ما میگیم DLC یا کانتنت های اضافه‌ای روش اضافه میشه. تریپل ای بازیایی که به اصطلاح بازی‌هایی که کامرشال تولید میشن و بازی‌های بزرگی هستن،
مثل GTA، مثل گاد آف وار، مثل اسپایدرمن، مثل لست آف واس. این بازی هایی که یک کمپانی بزرگ پشتشه و معمولا برای ساختش یه زمان زیادی طول میکشه و یک حالا بگیم تعداد زیادی از افراد تو این تیمش قرار دارن، مثلا نزدیک 100 نفر 200 نفر دارن تو نقش‌های مختلف کار میکنن. این رو به اصطلاح میگن تریپل ای یا بازی‌های تریپل ای. بازی‌های دیگه هستن به عنوان ایندی گیم یا شرکت‌های ایندی گیم که مخفف ایندیویدوال هستش. این نوع شرکت‌ها گفتم از یک نفر تا یه تعداد محدود، مثلا 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر. این تیم‌ها معمولا کوچیک‌ترن، بودجه خیلی خاصی ندارن. خب اون تیم‌هایی که تریپل ای هستن یک کمپانی پشتشون، مثلا برای ساخت بازی‌هایی که برای پلی استیشن ساخته میشه کمپانی عظیمی مثل سونی پشتشه، بودجهش رو تامین میکنه، براشون یک بودجه در نظر میگیرن، یک زمانی مشخص میشه و طی این بازی زمانی میان یک بازی رو ریلیز میکنن که معمولا حالا میتونه سفارشی باشه، میتونه از بیس خود اون دیزاینر اومده پیشنهادش رو داده باشه. ولی بازی‌های ایندی که تیم‌های کوچیک کار میکنن معمولا به صورت شخصی ساز انجام میشن، یک بودجه خاصی ندارن، معمولا با کیک استارتر انجام میشن یا با فاندهای دور اطراف انجام میشن، بودجه عظیمی ندارن. یک نفر تا چند نفر میتونن روش کار بکنن، تعداد محدود روش کار بکنن و بازی‌هایی هستن که خیلی بیشتر دلی هستن. مثال بخوام بزنم بازی ایندی، بازی اسمش رو حالا یادم رفته، ورتیگو اگه اشتباه نکنم، بازی اکثر بازی موبایلی که هستن، حالا به غیر کلش اف کلنز که رمدی اینو پشتش، سوپر سل اینو پشتشه، بازی‌هایی هستن که خود فرانجام. یه بازی خیلی معروفی که به صورت ایندی درست شد و بعد خیلی گسترده شد، بازی کاپ هده. نمیدونم بازی کردی یا نه. دو تا کاراکتر داره که کلهشون شبیه به فنجونه، کاپ هد، که دو تا داداش این رو اومدن درست کردن. یه بودجهشون هم خودشون بودن که از کارشون انصراف دادن، نزدیک 2 سال نشستن توی گاراژ خونهشون و با توجه به هزینه‌ای که خودشون تامین کردن اون یک بازی رو ریلیز کردن و بازیش هم خیلی بازی مطرحی شد. حالا تو ایران اونقدر سر صدا نکرد ولی توی مقیاس جهانی یک بازی خیلی معروفی شد و خیلی هم براشون درآمدزا بود. اکثر تیم‌هایی هم که ما توی ایران داریم، یعنی اکثرا که بگیم همشون دیگه تیم‌های ایندی محسوب میشن و بازیسازهای مستقل هستن. به قول امیدوارم جواب سوالتون رو گرفته باشید. آیا بازیسازی تخصصش برای آموزش هست در دانشگاه شیراز؟ و حالا اصلا ولی منظورتون متوجه نشدم به چه شکلیه که بازیسازی تخصصش برای آموزش هست. درس بازیسازی که ما در دانشگاه شیراز تدریس میکنیم یک درسیه که به صورت خیلی عمومی میاد بازیسازی رو اول معرفی میکنه و بعد سعی میکنه طراحی بازی و یک مقدار دیولپ بازی رو به بچه‌ها آموزش بده. در وهله اول ما بود رو بردیم بیشتر سمت طراحی بازی. چرا؟ خب اکثر بچه‌هایی که اونجا هستن پیش زمینه برنامه‌نویسی دارن و با یک مقدار آموزش میتونن بعد فنی خودشون رو تقویت بکنن. یعنی با آموزش دیدن حالا یک سری موتورهای بازیسازی مثل یونیتی که جلوتر در موردش صحبت میکنیم، میتونن بعد فنی خودشون رو ببرن بالا. ولی چیزی که در اکثر حالا آموزشگاه‌ها یا خارج از دانشگاه آموزش داده نمیشه، اون بخش طراحی بازیه. اینکه ما اول چطور بتونیم بازی رو به درستی طراحی بکنیم و بعد اون رو پیاده سازی میکنیم. حالا من بخش رو میبندم، در انتها باز میرسم به سوالاتون، یک مقدار بحث رو بریم جلو و دور بهش میرسیم به سوالاتون جواب میدم. خب بعد از اینکه در مورد حالا نقش ها دونستیم، در مورد موتورهای بازیسازی هم لازم یک مقدار بدونیم. یه توضیح کلی دادم در مورد موتورهای بازیسازی. گفتم که ما معمولا برای ساخت و پیاده سازی یک بازی، حالا ما طراحی رو انجام دادیم، میدونیم بلوپرینت رو داریم، یک نقشه راهی داریم، میدونیم که چه چیزی رو من میخوام طراحی بکنم. یک چیزی هم فقط قبل از اینکه این بخش طراحی رو تموم بکنم، ما چیزی رو داریم به عنوان GDD یا گیم دیزاین داکیومنت، سند طراحی بازی، که خیلی مهمه و عملا اون چیزایی که داریم طراحی میکنیم رو باید داخل یک سند به صورت منسجم بنویسیم که اون سند بشه نقشه راهمون برای تولید. و یک مدیر طراح بازی، یک لید گیم دیزاینر، یک کارگردان بازی وظیفه داره
خودش بیاد این سند رو با توجه به بخش‌های مختلفی که در تیم وجود داره اونها رو جمع‌آوری بکنه و یک سند منسجم درست بکنه تا تمام اعضای تیم یک نقشه‌ای را، یک سند کلی داشته باشن تا هر موقع به سوالی برخوردن میخوام بدونن چه کار باید انجام بدن به اون سند رجوع بکنن. و بهتره که نه، حتما لازمه که بازی‌ها این سند رو داشته باشن. چرا؟ چون اگه ما این سند رو ننویسیم و یک نقشه راه اولیه برای خودمون مشخص نکنیم، وقتی میریم سراغ تولید بازی همش خب اون ذات ماست که میخوایم یه چیزایی بهش اضافه کنیم. حالا این مکانیک رو اضافه کنم، حالا این مرحله رو بهش اضافه کنم، این مکانیک خاص و این ویژگی خاص رو بازی اضافه کنم. ولی وقتی سند طراحی بازی رو ما داشته باشیم، خودمون رو منظم بر این میکنیم که اول بیایم اون نسخه اولیه رو طراحی بکنیم، درست بکنیم، بعد تو نسخه های بعدی، تو ورژن های بعدی بیایم چیزهای جدید رو اضافه بکنیم یا اون چیزایی که لازمه رو بهبود بدیم. پس این سند طراحی بازی هم حتما در نظر داشته باشیم. حالا ما این سند رو طراحی کردیم، میدونیم بازی طراحی شده، چجوری باید اینو پیاده سازی بکنیم؟ اینجاست که موتورهای بازی سازی میان. مثلا موتورهای بازی سازی اولا یه سری نرم افزار هستن که برای ساخت بازی طراحی شدن که میان یه سری چیزهایی که ما نیاز داریم برای ساخت بازی رو از قبل توی خودشون قرار دادن، برامون آماده گذاشتن که ما بیام از اون استفاده کنیم. یک چیز اصلیش همون قواعد فیزیکی که ما در موردش صحبت کردیم. موتورهای مختلفی وجود داره، از مهمتریناش و معروفتریناش این موتور بازیسازی یونیتی و آنریل انجینه که یونیتی و آنریل هر دوشون از اون موتورهایی هستن که خروجی های متفاوت میدن. یعنی شما وقتی تو یونیتی یک بازی رو طراحی میکنید و پیاده سازی میکنید، میتونید ازش خروجی اندروید بگیرید، خروجی وب بگیرید، خروجی اگزه بگیرید، خروجی کنسول حتی بگیرید و یک پلتفرمی که خیلی دستتون باز میذاره. من خودم به شخصه با یونیتی کار میکنم. زبان سی شارپه، یعنی محیطش بهتون اجازه میده که با درگ اند دراپ بتونید اون محیطی که میخواید بسازید و بعد در پس زمینش با زبان سی شارپ بتونید یک سری امکانات خیلی خوب و دست بالایی رو بهش اضافه بکنید. خودش خیلی آپشن‌های مختلفی میده با توجه به اینکه خیلی گسترده است. کامیونیتی خیلی خوبی در دنیا داره، تو ایران هم کامیونیتی بسیار خوبی داره و دقیقاً به خاطر همین کامیونیتی و مستنداتی که براش وجود داره، چه مستندات نوشتاری چه ویدئویی، برای همینی که من خیلی تاکید بر این دارم که بچه‌ها بیشتر بیان طراحی بازی رو اول یاد بگیرن تا یونیتی، چون یونیتی براش انقدر ویدیو وجود داره، انقدر افراد مختلف اومدن تو این زمینه آموزش دادن که شما با یه خورده آموزش دیدن میتونید اون توانایی اولیه رو به دست بیارید و بعد با سعی و خطا کردن و رفتن تو دل بازی و کار کردن اون مهارت خاص رو توش به دست بیارید. از چیزهای دیگه، موتورهای دیگه گودو و گیم میکر هستن که اینها هم برای بازی سازی انجام میشن، ولی معمولا برای ساخت بازی هایی که میخوایم منتشرشون بکنیم، بخوایم وارد بازار بکنیم و افراد ازشون استفاده بکنن، معمولا از این به قول انجین ها استفاده نمیکنن. نمیگم هیچ کسی استفاده نمیکنن، نه، امکاناتی که یونیتی و آنریل میدن خیلی بیشتر از این موتورهای دیگه است و آنریل هم یه توضیح بدم، بیشتر بازی‌های 3D و حجیمی که مثلا شوترهای خیلی بزرگی در مورد ساخته شده با آنریل ساخته میشه و آنریل هم زبانش C++ و اتفاقا یه چیزی هم داره با عنوان بلوپرینت که شما میتونید بدون برنامه‌نویسی و به قول مشخص کردن یک طرحی و وصل کردن اینها به هم یک بازی رو رام بکنید و یکی از قابلیتی که داره همینه. یونیتی هم یه پلاگینی داره که به شما این قابلیت رو میده انجام بدید، ولی نمیشه خیلی کار خفن باشون انجام داد. معمولا وقتی بخوایم یه فانکشن رو تو بازی طراحی بکنیم باید خودمون این رو بنویسیم که البته با پیشرفت LLM ها، هوش مصنوعی که الان هست و کمک هایی که میکنه، خیلی این مبحث هم داره میره به سمت اینکه راحت تر بشه. یعنی شما با یک پرامپت نوشتن و گرفتن کد ازش میتونید کدتون رو خیلی بهتر و بهتر بکنید. این در مورد موتورهای بازیسازی. فقط اینم اضافه بکنم که ما برای کسایی که مثلا پایتون کار کردن، ما یک کتابخونه‌ای داریم با عنوان پای گیم که بهتون اجازه میده با استفاده از زبان پایتون بخواید حالت گرافیکی انجام بدید و بازی‌های طراحی بکنید که باز هم با اون نمیشه بازی کامرشال یا بازی‌هایی که برای انتشار هستن رو درست کرد. بیشتر برای پروتوتایپ کردن اونها استفاده میشه، برای اینکه ببینیم بازیمون چیزی طراحی کردیم جواب میده یا نه، تستی ازش بگیریم و بعد اون پروژه اصلی رو معمولا با یونیتی و آنریل درست میکنم. من یه خورده سرعت رو میبرم بالا که زمان برای پرسش پاسخ هم داشته باشیم. حالا بریم سراغ نقشه. تا اینجا متوجه شدیم که بازی چیه، بازی ساز کیه، چه نقشهایی در
بازیسازی وجود داره. حالا من که دوست دارم بیام تو این حوزه کار بکنم، از کجا باید وارد شم؟ به چه شکلی میتونم وارد دنیای بازیسازی بشم؟ من این رو به 3 بخش کلی میتونم تقسیم بکنم. در وهله اول چیزی که خیلی مهمه علاقه است. خب این علاقه تا علاقه نباشه و شما دوست نداشته باشید که بازی سازی انجام بدین، عملا ورود به این حوزه یه کار بیهوده است که این البته این موضوع در خیلی از کارهای دیگه هم صدق میکنه. در وهله اول شما باید علاقه‌مند به دنیای بازی و بازی سازی باشید. خودتون، حالا نمیگم حتما باید گیمر باشید، نه، اصلا بحث اون گیمر بودن و بازی کردن نیست. البته که بازی کردن هم خودش میتونه یک بخش خیلی مهم باشه و بهتون کمک کنه، ولی اینجور نیست که تمام کسایی که گیمر هستن میتونن بیان بازیساز بشن. نیازمند اینه که علاقه داشته باشید به دنیای بازی و به بازی سازی تا وارد این حوزه بشین. و بعد یادگیری مهارته. حالا من دوست دارم به این حوزه رو دوست دارم. بخش آکادمیکش رو گذاشتم کنار، یعنی اصلا بخش که از آکادمیک میخوایم وارد بشیم نه، بخش میخوایم وارد دنیای بازی سازی بشیم و بیایم تو کار خودمون بازی بسازیم. دارم میگم مهمترین بخش یادگیری مهارته. همونجوری هم که براتون تعریف کردم، بخش اون قسمت طراحی بازیش خیلی میتونه نکته مثبت‌تری باشه و اونجاست که میتونه ادوانتج شما باشه، اون نقطه قوت شما باشه. اگه بخوایم مهارت رو به 2 دسته کلی تقسیم بکنیم، میشه گفت طراحی بازی و توسعه بازی. طراحی بازی که براتون توضیح دادم، گفتم اون قسمت بود طراحیشه، ما چه اجزایی داره، چه کارا باید انجام بدیم. و بخش توسعه بازیش دقیقاً میره اون قسمتی که ما بخوایم این طراحی که انجام دادیم رو پیاده سازی بکنیم. یعنی حالا با استفاده از انجین ها، با توجه به زبانی که بلدیم، بیایم اون طراحی که انجام دادیم رو پیاده سازی بکنیم که یه بخشش میشه همون موتورهای بازی سازی و کار کردن با اون. این 2 بخش رو اگه داشته باشیم، یه بخش خیلی مهمی که میتونه باعث بشه ما تو این صنعت پیشرفت بکنیم، مهارت‌های نرمه. ببینید بچه‌ها، یک چیز خیلی مهمی که وجود داره، نه تنها در دنیای بازی سازی، در تمام بخش‌های مختلف، مثلا تو حوزه دیولپ نرم افزار و اینا هم وجود داره. شما این یه کاری هست که تیمی باید انجام بدید. حتی اگه خودتون ارتش 1 نفره هم باشید، بالاخره یه قسمتی هست که خودتون کار نکرده باشید و نیاز هست که برون سپاری کنید با یه فرد دیگه کار بکنید. یکی از چیزهایی که نیاز هست یاد بگیریم مهارت‌های نرمه. اینکه ما چطور گفتگو بکنیم، چطور نگوشیشن انجام بدیم، به قولی صحبت کنیم و حالا گفتگو انجام بدیم با افراد مختلف، گفتگو انجام بدیم با کارفرماهای مختلف، گفتگو انجام بدیم، چطور بتونیم حق خودمون ازشون بگیریم، چطور بتونیم با بقیه افراد گروه کار تیمی انجام بدیم. این کار تیمی یکی از اون چیزهایی که ما همیشه دوست داریم توی دانشگاه‌ها اینو بیشتر ببینیم و اساتید توی درس‌های مختلف اینو کاری بکنن که این کار تیمی بیشتر خودشون نشون بده. چون بچه‌ها بعد از اینکه یک سری چیزا رو به صورت تئوری میخونن، بعد از اینکه میخوان بعد دانشگاه وارد دنیای کار بشن، وارد بازار کار بشن، اون چون بخش کار تیمی رو انجام ندادن، عملاً نمیتونن توی تیم خودشون رو خوب نشون بدن و جای خودشون رو باز کنن. در کنار تمام این چیزایی گفتیم، حتما روی مهارت‌های نرم هم باید کار بشه. و نکته دیگه بازی کردنه. ببینید، منی که میخوام بیام در مورد تو حوزه بازیسازی کار بکنم، خب نیاز به اون صنعت خودم، به اون محیط کاری خودم یک اشرافی داشته باشم و آشنا باشم. و تا وقتی که خودم بازی نکنم، خب نمیتونم به اون صنعت درست انجام بدم. مخصوصا کسایی که طراح بازی هستن. طراحای بازی بیشتر از هر کسی دیگه بازیایی که خودشون طراحی میکنن و بازی میکنن، چون نیاز به هی مدام مرور کنن ببینن چه کارهایی انجام دادن، چه کارهایی باید اصلاح بشه، چه چیزایی باید اضافه بشه. و این بازی کردن حالا هم با بازی خودتون و بازی‌های دیگه خیلی باعث میشه که بتونید الهام بگیرید. ببینید مثلا یک فیلمساز، کسی کارگردانه، مطمئنا نمی‌بینید یه فیلمسازی رو باش صحبت بکنید میگه که من فیلمساز خیلی موفقی هستم ولی زیاد فیلم بین نیستم، دوستان فیلمسازی زیاد نگاه نمی‌کنم. خب همین چیزی امکانش خیلی کمه و کسی که اینجوری باشه مطمئنا آثارش هم اونجوری که باید خودش نشون نمیده و آثارش اون کیفیتی که باید ندارن. برای بازیسازی هم همینجوریه. یک وحی منزل نیست که تمام بازیسازا باید خودشون بازی هم بکنن، ولی اون بازیسازی که خودش بازی هم انجام میده مطمئنا منبع الهام بیشتری داره، مطمئنا با مکانیک‌های مختلف آشنایی بیشتری داره و خودش خیلی میره تو پوست و جون اون به قولی اون رشته و اون صنعتی که میخواد باش کار بکنه.
و حالا من اومدم یه بیسی رو یاد گرفتم که این بخش بعدی تمرینه و ساخت پورتفولیو. من در کنار چیزایی که دارم یاد میگیرم، خب مثل سایر مهارت‌های دیگه فقط رو کاغذ آوردن و تئوری نیست، که نیاز از تمام این چیزایی که یاد میگیرم و تمرین بکنم. این تمرین رو یکی از چیزایی که من به تمام بچه‌ها میگم و اصرار دارم تو دوره کارشناسی مخصوصا این کار رو انجام بدن، اینکه توی هر درسی، هر رشته، هر مهارتی که دارن یاد میگیرن، در وهله اول تمرین انجام بدن، یعنی اون خشک خالی نذارن، فقط تئوری نخونن. دو، تمرینی که دارن انجام میدن رو به عنوان پورتفولیو واسه خودشون نگه دارن. حالا بچه‌ای که نرم افزاری هستن، یک گیت هاب برای خودشون داشته باشن، یه وبسایت میتونید برای خودتون تهیه بکنید، توی لینکدینتون بذارید، فرق نمیکنه. یک جایی که این تمارینی که انجام دادید، کارهایی که انجام دادید، نمونه کارهایی که دارید درست میکنید رو اونجا داکیومنتش کنید، اونجا رو مستند بکنید، تا هم خودتون یه نقشه راه داشته باشید، بدونید که در این مسیری که اومدید، مثلا این 6 ماه گذشته، 1 سال گذشته، چه کارهایی انجام دادید، و بعد وقتی که میخواید وارد بازار کار بشید، برید توی تیم یه جای کار بکنید، یک چیز مستند داشته باشید، نشون بدید، بگید من مثلا الان 6 ماه دارم کار میکنم، 1 سال دارم کار میکنم، 2 سال دارم کار میکنم، تو طی این 2 سال این کارا رو انجام دادم، این نمونه ها رو تولید کردم. این بهتون اول کمک میکنه تمام مهارتایی که دارید یاد میگیرید و اول به دلتون بشینه، کامل تو جونتون بشینه، قشنگ اونها رو یاد بگیرید، و هم یک روند مستند داشته باشید که هم خودتون بدونید چه روندی رو طی کردید، و هم جایی که میخواید اونجا کار بکنید یک چیزی مستند داشته باشید برای ارائه کردن. عملا همون رزومه کاری خودتون میشه. حالا هر چقدر این نمونه کارهایی که دارید میزنید خلاقانه تر باشه، میتونید رو اون بعد خلاقیتش مانور بدید. هر چقدر بعد نرم افزاریش باشه، مثلا توش یه هوش مصنوعی خفنی تولید کردی، هوش مصنوعی خاصی طراحی کردید، میتونه بعد فنیشو بولدتر بکنه. بعد طراحیش باشه، بعد طراحیشو بولد بکنه. اون دیگه بستگی به این داره که بخواید تو کدوم یکی از اون پوزیشن هایی که در موردش صحبت کردم ورود بکنید و کار انجام بدید. در مورد همین پوزیشن ها، یه چیزی که نه تنها برای بازی سازی، برای خیلی از رشته‌های دیگه هم عملیه، اینه که شما بیاین نگاه برای اون پوزیشنی که میخواین کار کنین، برید آگهی‌های استخدام رو نگاه کنید. خب من تازه وارد دنیای بازیسازی شدم، یه سری مهارت‌ها رو هم یاد گرفتم، میخوام الان برم توی شرکت بازیسازی کار بکنم. چه چیزایی رو باید نشون بدم، چه چیزهایی رو باید تقویت بکنم، یا اصلا قبل از اینکه برم سراغ اینکه چه چیزی یاد بگیرم، لازمه که یه دور بیام نگاه کنم، بیام شرکت‌های مختلف، حال چه تو ایران چه تو خارج از کشور. من حتما اینو تاکید میکنم که در کناری که بازار ایران نگاه میکنید، شرکت‌های ایران نگاه میکنید، حتما به آگهی استخدام شرکت‌های خارجی هم نگاه کنید، چون بالاخره شما که همیشه بودتون دیدتون نیست که تو ایران میخواید کار کنید، دوستان بین‌المللی هم کار بکنید. حتما این رو در نظر داشته باشید، مخصوصا برای کسایی که میخوان حالا یا به صورت کاری مهاجرت کنن یا به صورت آکادمیک مهاجرت بکنن. این آگهی استخدام ها رو که نگاه میکنید، عملا انگار یه نقشه راه داره بهتون میده. مثلا من میخوام برم تو حوزه طراحی کار انجام بدم، میرم آگهی هایی که برای طراح دارن رو نگاه میکنم، ببینم چه اسکیل هایی لازم داره، چه نقش هایی توش آورده شده، چه مهارت هایی آورده شده، چه نرم افزار هایی لازم است یاد بگیرم. مثلا به عنوان طراح من نیاز هست که یونیتی رو کامل بلد باشم، که حالا نیاز هست حداقل کلیتی بلد باشیم، اسپویلر نیاز هست که بلد باشیم. آیا نیاز مثلا یک نرم افزاری مثل بلندر رو بلد باشم و فتوشاپ بلد باشم، این چیزایی مثل این رو، چه نرم افزاری باید یاد بگیرم، چه مهارت هایی باید یاد بگیرم. معمولا خیلی از شرکت ها، مثلا شرکت های بزرگ، مهارت های نرمی هم که لازم است رو می‌نویسن. مثلا میگن که نیازمند هستیم که تیم ورکر باشه، بتونه مثلا با بقیه اعضای تیم درست رفتار کنه، با بقیه اعضای تیم گفتگو بکنه. اینها رو هم بعضا می‌نویسن. یکی از چیزهایی که میتونه یه نقشه راه خوب برای خود شخص شما داشته باشه، با توجه به اون علاقه دارین، نگاه کردن به آگهی‌های استخدام. پس اگه دوست دارید تو حوزه باشین، حتما یه سرچی بکنید، ببینید چه تیم‌هایی چه آگهی‌هایی دادن، و بر اساس اونها ببینید چه چیزهایی نیاز هست که یاد بگیرید. در آخر هم یه سری منابع براتون معرفی میکنم که اینها خودشون میتونن کمک کننده باشن برای اینکه ورود بکنید به دنیای طراحی بازی و بازی سازی. همونجوری که خدمتتون گفتم، در حوزه توسعه بازی، یعنی گیم دیولپمنت، آموزش‌های زیادی وجود داره، کامیونیتی‌های زیادی وجود داره. ما خودمون هم داخل تلگرامی کامیونیتی داریم.
انشالله در طی همین تابستون هم قراره یه سری کورس های جدید ارائه بدیم تو حوزه بازی سازی، هم از طراحی بازی گرفته، گیم دیولپمنت گرفته، و یه کورس اختصاصی با عنوان هوش مصنوعی در بازی که خیلی میتونه جذاب باشه. و اینا رو خودمون هم داریم، کامیونیتی خوبی هم داخل تلگرام داریم که بچه‌ها میتونن اونجا جوین بشن. در کنار این کامیونیتی های دیگه چه فارسی چه انگلیسی وجود داره که شما میتونید توشون جوین بشید و از تجربیات افراد دیگه اونجا استفاده بکنید. سوالاتی که دارید بپرسید. مثلا کسایی که میان تو حوزه یونیتی کار میکنن خیلی جا ممکنه به یک باگی بخورن، به یک مسئله‌ای بخورن، در کنار اینکه سرچ میکنن میتونن تو این کامیونیتی ها هم، تو این اجتماع ها هم اونها رو مطرح بکنن و یاد بگیرن. و از عالی ترین منابع، من خود یوتیوب میتونم بهتون معرفی بکنم. شما تو یوتیوب سرچ کنید یونیتی دیولپمنت، کلی آموزش یونیتی توتوریال، کلی آموزش براتون میاد از بیگینر تا ادوانس، و حتی یه سری پروژه محور هم، مثلا ساخت بازی‌های پلتفرمر، ساخت بازی‌های شوتر و از این جهت خود اینترنت رو سرچ بکنید، کورسایی که وجود داره اوکیه. ولی از لحاظ منبع کتابی و قسمت طراحی بازی، این 5 منبعی که براتون گذاشتم از اون منابع خیلی خوبه که انشالله فایلش هم در اختیارتون قرار میدم. و بین این 5 تا بازم کتابی که بسیار بسیار جامع و کامله و خیلی با زبان خوب و آروم، خیلی زبان محاوری خوب داره توضیح میده، کتاب The Art of Game Design، چپی که نارنجی هم هست میبینینش، The Art of Game Design، نوشته آقای جسی شل، که خودش از بازی سازی خیلی قدیمیه، هم بازی‌های دیجیتال ساخته، هم بورد گیم ساخته، هم بازی فیزیکال ساخته. مثلا یکی از پروژه‌هایی که ساختن ساخت بازی‌هایی هستش که توی دیزنی ورلد هستن. دیزنی یه سری مراکز داره، یه سری شهر بازی تو اکثر کشورها داره که مثلا تو خود آمریکا رو ایشون طراحی کرده بازیاشو. از بازی سازی خیلی خفنه و این کتاب هم کتاب خیلی کاملی که شما رو میتونه به دنیای بازیسازی نزدیک بکنه. من اینجا نیاوردم، الان یادم اومد که حتما اینم براتون توی گروهی که هستیم لینکاشو میفرستم. 2 تا مستند هست که معرفی میکنم، اگه دوست دارید با دنیای بازیسازی بیشتر آشنا بشید و یک تاریخچه‌ای ازش بدونید و با نقش‌ها و رول‌ها بیشتر آشنا بشید، این 2 مستند خیلی بهتون کمک میکنه. تو مورد اول که یک پیشینه‌ای بهتون میده، یک تاریخچه بهتون میده و میگه بازی‌ها چه سبکایی دارن و چه پیشینه‌ای دارن، کمکتون میکنه. مستندی هست از نتفلیکس به عنوان های اسکور که 6 قسمت است. خیلی مستند جذاب، هم از لحاظ بصری هم از لحاظ محتوایی، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این رو ببینید. و یک مستندی با عنوان The Rise of Kratos، ادامهش رو یادم نیست دقیقاً اون تایتلش چیه، ولی The Rise of Kratos یک مستند تقریبا 1 ساعت و نیمه است، 1 ساعت و 50 دقیقه است که خود سونی اینو منتشر کرده و اومده پروسه طراحی و ساخت نسخه جدید گادافوار رو که بعد از یه مدت طولانی اومده بود، رو میگه چطور این پروسش طی شد. تو اون مستند شما با نقش لید گیم دیزاینر، کارگردان بازی، خیلی خوب آشنا میشید. میبینید که یک شرکت تریپل ای که حالا یکی از دوستانم پرسیده بود، یه شرکت تریپل ای به چه شکلیه، چقدر کارمند داره، چه بخشایی داره، یه پروسه ساخت یک بازی تریپل ای به چه شکلیه. خیلی خوب و قشنگ فیلموار، یه انگار دارین فیلم خیلی هیجانی و قشنگ میبینید. شما رو معرفی میکنه با دنیای اون ساخت بازی و بهتون کمک میکنه. من لینکش هم حتما توی گروه میذارم، حالا بچه‌ای که دوستانی که توی گروه عضو هستن من لینک رو اونجا میذارم که این 2 مستند ببینید. پیشنهاد میکنم که حتما این رو ببینید. و در انتها اول اینکه باز تشکر میکنم از آقای طباطبایی و انجمن آیتی دانشگاه شیراز که این فرصت رو فراهم کردن. از شما عزیزانی که تا الان همراه بودید و در این وبینار شرکت کردید. راه ارتباطی خود بنده میتونید با @madibایی در پلتفرم اینستاگرام، تلگرام، لینکدین در ارتباط باشین. سایت بنده madibایی.ir هست که میتونید اونجا مراجعه کنید. در کنار این همونطور که خدمتتون گفتم گروهی رو داریم، گروهی آموزشی به عنوان گیکادمی که میتونید از طریق یوتیوب، از طریق آپارات، تلگرام، اینستاگرام دسترسی داشته باشید به آموزش‌های ما. دوره‌ای هم که خدمتتون گفتم قرار انجام بدیم تو همین گیکادمی قرار میگیره ان شاءالله. حالا صحبتاش هم انجام دادیم، اگر فرصتی شد با خود انجمن هم داریم ان شاءالله یک کارگاهی رو برگزار می‌کنیم که حالا بچه‌ها اگه تشکیل بشه بهتون حتما اطلاع میدن. ولی دوره‌ای که خودمون برگزار می‌کنیم تو گیکادمی میتونید از طریق وبسایتمون و کانال یوتیوبمون ببینید. آموزش کامل رایگانمون داخل وبسایت و کانال یوتیوب هست و اونجا هم هر سوالی که داشتید چه در حوزه علوم کامپیوتر چه در حوزه بازیسازی میتونید بپرسید. ممنون ازتون. من میریم بخش پرسش و پاسخ. اگه سوالی مسئله هست با هم صحبت کنیم. من این بخش رو دیگه
میبندمش، از حالت شیر اسکرین در میارم، بریم تو خود ادوبی کانکت. حالا کسانی که دوست دارن سوالشون به صورت صوتی بپرسن میتونن میکروفون رو براشون باز بکنیم، دوستانی که میخوان میتونن از طریق چت بپرسن. من یه چند سوال بود اینا رو بخونم. شما دفتر یا مرکز مشاوره هم دارید در شیراز؟ متاسفانه من الان شیراز حضور ندارم، مرکز اصلیمون در داخل استان گیلان رشت هستش، ولی شیراز رفت آمد میکنم، یعنی بعضی موقع هستیم میتونیم اونجا خدمتتون باشیم. ولی اگر سوالی مسئله حوزه حالا علوم کامپیوتر بازی سازی خواستین بپرسید میتونید از طریق راه ارتباطی و مثلا وبسایتمون گیکادمی بپرسید. طبعا تو گیکادمی یه قسمتی رو با عنوان مشاوره گذاشتیم که اونجا میتونید یه وقتی رو ست بکنیم با هم دیگه صحبت داشته باشیم. لینک گروه رو میشه بذارید؟ لینک گروه رو انشالله آیه طباطبایی اکثر کسایی که شرکت کردن به گروه اضافه شدن. من درخواست میکنم که بعد جلسه حتما لینک رو براتون بذارن که دوستانی که عضو نشدن به اون گروه عضو بشن. خواهش میکنم، ممنون از شما. لینک گروه رو برای بچه از طریق ایمیل و SMS فرستادیم. اگر حالا در انتها از شما همون تو همین ایمیل چت و هم باز SMS چک بذارید، کنم اوکی. تو همین چت هم باز لینکش رو بذارید که بچه‌ها بتونن دسترسی داشته باشن. ممنون. خانم آل اوکی من تو چت. اسدی یه سوالی پرسیدین برعکس افتاده، من متوجه سوالتون نشدم. من سوالتون متوجه نمیشم، اگه میشه این رو دوباره بنویسید یا واسه فینگلیش بنویسید. آیدی لینکدین چی هست؟ همون گیکادمی رو @گیکادمی بزنید میاد، خود منم MADY بزنید میاد، یونیفای هستش تو همه پلتفرم. رودمپ ورود به صورت ویدیو چه سرفصل هایی رو میفرمایید؟ ورود به کلا بازی سازی، شما به نظر من برای ورود به قسمت اصلا گیم دیولپمنت، اینکه توسعه بازی به چه شکلیه، شما بهتره که اول یکی از انجین ها رو، یکی از موتورهای بازی سازی رو انتخاب کنید، بر اساس اونها بیاید حالا هی گسترش بدید و برید جلو. من خودم پیشنهادم یونیتی هسته، چرا که اولا اینکه یک انجین بسیار کامله، شما باش هم میتونید انیمیشن بسازید، باش میتونید بازی بسازید و میتونید یک بازی که میسازید رو برای پلتفرم های مختلف گسترشش بدید. برای همین به نظر من سرمایه گذاری وقتی و سرمایه گذاری روی یونیتی یه سرمایه گذاری خیلی خوبه. باز بستگی به اینکه چه چیزایی میخواید بسازید میتونید به انجین‌های دیگه هم برید. ولی شما اصلا سرچ بکنید دوره‌های آموزش یونیتی، اولا که دوره‌های مختلفی براتون میاد، میتونید اونها رو دانلود بکنید. در کنار این خود یوتیوب به نظر من یکی از منابع بسیار عالیه. یکی از کانال‌های خیلی معروفی که تو این حوزه هستش براکی هستش، دیگه نمیدونم توماس براش هستش که حالا لینکش رو تو گروه یادآوری کنیم براتون میفرستم. بزنید یونیتی توتوریال بیگینرز یا بیگینرز توتوریال، فرق نمیکنه، بزنید اینا کلی براتون ویدیو میاد که اصلا یک پلیلیست های مختلفی داره براش وجود داره. این هست، این از لحاظ دیولپمنت قسمت توسعهش. یک پلیلیستی هم ما خودمون تو گیکادمی داریم به عنوان طراحی بازی، به عنوان اتود، که یه سری موارد اولیه طراحی بازی رو من توش گذاشتم. متأسفانه به خاطر مشغله کاری نشد اون دوره رو تکمیل بکنیم، ولی انشالله توی تابستون قراره اون دوره تکمیل بشه و قرار بده اینم از لحاظ طراحی بازی. از لحاظ طراحی بازی هم یه چیزی که میتونم بهتون بگم که کمکتون کنه، شما اون کتابو که میخونید یه سری سرفصل‌ها داره که بهتون میگه مثلا در مورد طراحی کاراکتر، در مورد طراحی مراحل، طراحی تمام چیزایی که در موردش صحبت کردیم. شما اون سرفصل‌هایی که بخونید، اون به قول کلید واژه‌ها رو یاد بگیرید، میتونید بر اساس اون کلید واژه‌ها سرچ بکنید و محتوای مختلفی رو در موردش ببینید. و یک چیزی که من خودم پیشنهاد میکنم به تمام دانشجوها و تمام عزیزانی که دوست دارن در تمام حوزه‌ها یاد بگیرن، استفاده از چت جی پی تی و LLM های مختلف، جمینای اینا هستش که خیلی کمکتون میکنه. شما دقیقا اون سرفصل‌ها یاد میگیرید، اون تیترها که یاد میگیرید و بهش میگید در اساس این برای من یک سری آموزش بده، یک سری سرفصل‌ها بده که یاد بگیرم، مثلا منابع برام پیدا بکن. این خودش خیلی کمک میکنه. که من یه چیزی هم پیشنهاد میکنم به بچه‌ها، اون که الان یه مدتی هست که جمینای پرو فعال شده و گوگل داره لینک میده. ما تو کانال گیکادمی هم آموزش رو گذاشتیم، لینک و آموزش هم گذاشتیم، چون شما باید آی پی آمریکا داشته باشین براتون فعال بشه. اینم حالا سوایه تو پرانتز دارم میگم که اگه دوست دارید اون جمینای پرو براتون فعال بشه، حتما تا موقعی تموم نشده دسترسی داشته باشین، چون جمینای هم الان جدیدن خیلی امکانات خوبی فراهم کرد. ممنونم. آیدی لینکدین هم که
آیدی لینکدین رو براتون حالا من باز تو گروه بنویسیم براتون میگم، ولی لینکدین از محمد علی دیبایی سرچ بکنید یا ام ای دیبایی بزنید، لینکدین من هستش، میتونید اونجا با هم کانکت بشیم. ممنون، خیلی از دوستان تشکر کردم، ممنون توضیحاتتون. ممکنه از نرم افزارها یا انیمیت بفرمایید، آیا به نام خاصی باید کار کرد؟ در مورد نرم افزار که گفتم، نرم افزار بازیسازی همین موتورها هستن، یونیتی، آنریل و غیره. در مورد انیمیشن هم معمولا انیمیشن هایی که تو بازی سازی بخواد استفاده بشه، معمولا حالا از بیشتر از چیز استفاده میکنن، از اسمش رو فراموش کردم، نرم افزاری که برای تولید 3D مدل هم استفاده میشه از اون استفاده میکنن. یعنی اکثر نرم افزارهایی که 3D مدل باشون درست میشه و خروجی انیمیشن میدن، میتونید از اونها استفاده بکنید. حالا نمیدونم جواب سوالتون گرفتین یا نه، اگه چیز دیگه منظور هست بفرمایید. بسیار عالی، سپاس، ممنون از شما. پی دی اف ارائه ها رو میشه، بله پی دی اف براتون قرار میدم که استفاده کنید، توی گروه میذارم. پورتو وقتی که تنها هستیم باید چطور گیم رو بیاریم بالا وقتی هیچ تجربی داخل بلندر که آدم اسمشو بلندر یا تیر دیزاین نداره؟ ببینید، اول اینکه من این رو فقط مشخص بکنم که بلندر فقط برای اون قسمت ساخت انوایرمنت و 3D مدل و انیمیشن ایناست. برای ساخت بازی شما باید از موتورهای بازی سازی استفاده کنید، بس این رو اشتباه نگید. این یک. به صورت کلی نه تنها بازی سازی، تمام زمین رشته‌های دیگه وقتی شما میخواین شروع بکنید، خب مطمئنا صفر هستید، تنها هم هستید، یه تیمی ندارید که کار بکنید. یکی از چیزهایی که میتونه مثلا جزو خوششانسیاتون باشه و اگه این وجود داشته باشه، اینه که یه تیم خوبی کارآموزی انجام بدید، برید داخل اون تیم هم یاد بگیرید، هم با نحوه تیمداری و کار با تیم رو یاد بگیرید. پس این یکی چیزاش این قسمت کارآموزی اگه جایی میتونید. دو، آموزش‌های حضوری خیلی میتونه کمک کنه، یعنی یک منتور، کسی که بتونه شما راهنمایی کنه تو این مسیر، این میتونه خیلی کمکتون کنه. باز تمام اینا رو اصلا بذاریم کنار، بگیم من اصلا در یک شهری هستم که به هیچ کدوم از اینا دسترسی ندارم. به نظر من بهترین کار همونی که خدمتتون گفتم، یعنی شما اول مشخص کنید که علاقتون چیه، میخواین طراحی کار کنید، میخواین توسعه کار کنید، میخواین بخشی از اینا رو کار بکنید. برای خودتون برید نگاه کنید، ببینید تو بازار کار چه آگهی‌هایی هست. یعنی منی که میخوام وارد، باز اینو من دو بخش میکنم، من میخوام وارد صنعت بازیسازی بشم، برم در یک شرکت کار کنم، من خودم میخوام ایندی گیم دیولپر باشم، میخوام خودم بازی ساز باشم و بازیامو منتشر بکنم. هر کدوم از اینا باشه، شما کافیه برید داخل سایت های مختلف در مورد کاریابی که هستن، نگاه کنید آگهی های شغلی برای اون پوزیشنی که وجود داره چیه. مثلا برای طراحی بازی چیا وجود داره، برای توسعه چیا وجود داره، ببینید چیا اونها لازم دارن، اونها میشه مسیر راهتون، نقشه راهتون برای یادگیری اون چیزایی که باید یاد بگیرید. مثلا برای طراحی بازی من میدونم باید لول دیزاین بلد باشم، باید این نرم افزار خاص رو بلد باشم، باید این مهارت های نرم رو خودم ارتقا بدم. وقتی که اینو دیدم برای خودم یه رودمپ طراحی میکنم، میگم خب من بر اساس یک بازی زمان 6 ماهه مثلا باید اول بیام این نرم افزار موانعش یاد بگیرم، طراحی بازی اینا رو یاد بگیرم. چیزی که مهمه این نقشه راه که مشخص کردی، اینجوری نیست که من اول بیام مثلا کامل بلندر رو یاد بگیرم، کامل یونیتی رو یاد بگیرم، بعد بیام سراغ چیز دیگه. نه، اینا باید در کنار هم دیگه بره جلو. یعنی منی که دارم آموزش رو یاد میگیرم، مثلا دارم میگم الان آموزش یونیتی وجود داره، ساخت بازی‌های آموزش پروژه محور، ساخت بازی شوتر. شما اون بازی که دارین آموزش رو میبینین، خودتون یک طور اونو پیاده سازی بکنید که هم یاد بگیرید چی کار انجام شده، هم اون به عنوان یه نمونه کار براتون میشه. عملا اون شما خودتون ساختید دیگه، اون براتون یک نمونه کار میشه، تو پورتفولیوتون قرار میگیره. میتونید بگید من اینو یک بازی رو شبیه سازی انجام دادم، خودم اینو دوپلیکیتش کردم، درستش کردم. هم یاد میگیرید، هم براتون نمونه کار میشه. خب پس چیزی که هست به نظر من، اول برای خودتون مشخص کنید چه چیزهایی رو میخواید یاد بگیرید، یه رودمپی، بعد اینا رو در کنار هم یاد بگیرید. یعنی بیاد یه بخشی چیزایی که لازم دارید، یه بخش اولیه از یونیتی یاد بگیرید، ببینید به چه قسمتی از طراحی نیاز دارید، قسمت طراحی رو هم در کنارش یاد بگیرید، اینا رو با هم ادغام کنید، پله 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 تجربتون رو تو این زمینه ببرید بالا. و در این روند، در طی این روند حتما سعی کنید کامیونیتی هایی که وجود داره، اجتماع هایی که در این زمینه وجود داره پیدا کنید، بهشون جوین بشید، با اون افراد بیشتر تعامل کنید، یاد بگیرید، ازشون سوال بپرسید. اصلا از سوال پرسیدن اصلا نترسید. ممکنه اصلا چند نفر جوابتون رو ندن، شما برید سراغ نفر سوم، نفر چهارم، صحبت کنید، یاد بگیرید تا با این کامیونیتی آشنا بشید، با افراد مختلف آشنا بشید. حتما
برای خودتون یه پورتفولیو توی لینکدین، توی گیت هاب درست بکنید. من اینم یادم رفت بگم، ما یک کامیونیتی هم داریم خیلی اختصاصی برای بازی سازی به عنوان itch.io itch.io بهش ایچیو هم میگن بعضن، به ایچیو معروفه، که شما اونجا میتونید مثل گیت هاب که میتونید نرم افزارتون اونجا بذارید، کداتون اونجا بذارید، میتونید بازیتون اونجا آپلود بکنید، بذارید افراد بیان اونجا بازی بکنن و بهتون نظر بدن. اونجا برای خودتون پورتفولیو درست کنید، بازی بسازید و بذارید اونجا. امیدوارم جوابتون رو گرفته باشید. باز اگه سوالی هست این زمینه حتما بپرسید. ممنون از شما. بچه‌ها 10 ساله باید از کجا شروع بکنن؟ بچه‌ها 10 ساله باید از کجا شروع بکنن؟ ببینید، اول اینکه انقدر الان منابع زیاد شده و دسترسی به این منابع گسترده شده دیگه، ما عملا میتونیم بگیم از یه بازی سنی به این ور دیگه بازی سنی نیست، بیشتر اون علاقه است که آدم میبره جلو. و اتفاقا من خب با قشر دانش آموز هم کار کردم، میدونم بچه‌ای هستن که خیلی با استعدادن و بهشون وقتی یاد میدیم خیلی سریع این رو میگیرن، جذب میکنن. یک چیزی که میتونیم بگیم مثلا از بازی 6-7 سال، حتی کسایی که تازه وارد مدرسه میشن، تا 10 سال 11 سال، یک نرم افزاری که خیلی میتونه حداقل یه دید خوب بده به بچه‌ها و اون شمای کلی رو بهشون یاد بده، نرم افزار اسکرچه که میاد کلا برنامه‌نویسی رو به صورت بلاکی به بچه‌ها یاد میده که شما اتفاقا با اون اسکرچ میتونید بازی سازی هم انجام بدید. خب به نظر من برای بچه‌هایی که تازه میخوان با این حوزه آشنا بشن و یاد بگیرن، اسکرچ میتونه یک زمینه شروع خیلی خوبی باشه، به شرطی که براش یه برنامه مدون داشته باشید که بعد از اینکه اسکرچ رو یاد گرفتین، یعنی با به قولی علم برنامه‌نویسی آشنا شدید، تونستید برای خودتون فلو چارت درست بکنید و با توجه به اون یک بازی طراحی بکنید، برید سراغ مراحل بعدی، یعنی از کتاب‌هایی که توضیح طراحی بازی وجود داره استفاده کنید، کورس‌های طراحی بازی استفاده کنید و برید سمت اینکه دیگه یه خورده پیشرفته‌تر بشه، مثلا با یونیتی و استفاده کنید. برای یو ای حتما نیاز این آنریل انجین نیاز سی پلاس پلاس رو بلد باشیم اگر بخوایم بازی از فانکشن ها رو اضافه کنیم، یا میشه به صورت بلوپرینت پیاده بشه. ببینید، آنریل انجین بلوپرینت خیلی قوی داره و خیلی ها هستن که اصلا آموزشش هم هست تو اینترنت بگردید وجود داره، بازی‌های خیلی خفنی هم با بلوپرینت درست میکنن، ولی میگم بسته به نیاز شماست، اینکه شما چه بازی میخواید درست کنید، چه فانکشن هایی تو بازیتون قرار بدین، تمام اینا بستگی به خودتون و بازی که میخواید طراحی بکنید داره. اگه فکر میکنید با بلوپرینت خیلی کارا میشه انجام داد، اگه احساس کردید نمیشه با بلوپرینت اون فانکشنی که میخواید پیاده سازی بکنید، اونجا مجبورید که از سی پلاس پلاس استفاده کنید و براش فانکشن بنویسید. و باز میگم از این نترسید. چرا؟ که الان اولا کامیونیتی برای سی پلاس پلاس، آنریل انجین و یونیتی زیاده، میتونید اونجا سوال بپرسید. دو، این هوش‌های مصنوعی که الان وجود دارن، شما میتونید یه بیسی بهشون بدید، حتی کدی هم خودتون اولی بزنید بهشون بدید، بگین این کد رو براتون بازطراحی کنه، چیزایی که میخواین بهش اضافه کنه و انقدر باش مکالمه کنید، صحبت بکنید تا اون کدی که میخواین ازش در بیاد. این از این. ببخشید من قطع شد. میشه آیدی لینکدین؟ من لینکدین رو حتما توی گروه یه دو یادآوری کنید براتون میفرستم، ولی لینکدین بزنید سرچ کنید محمد علی دیبایی یا با آیدی MA دیبایی لینکدین من میاد. یه سناریوی بازی دارم، میخوام تو Descent and Land واردش کنم. خب نمیدونم از کجا شروع کنم. ببینید، یه چیزی که وجود داره، خیلی از، حالا میگم خیلی، اکثر کسایی که باشون صحبت میکنی اولی علاقه به بازی رو دارن و خب ایده برای بازی سازی هست، میگن که من یک ایده دارم، حالا خودشون یا گیمرن یا علاقه زیادی بازی دارن، پیش میاد اتفاقا خیلی هم خوبه این ایده داشتنه و ایده ساخت بازی داشتنه. به نظر من قبل از اینکه این رو اگه میخواین خودتون بسازین، که سعی کنید تیم جمع کنید، یا اگه میخواین با یک با شرکتی کار کنید این رو مطرح بکنین، سعی کنید حتما براش یک GDD بنویسید، یک سند طراحی بازی بنویسید. سند طراحی بازی اولا که نشون میده شما حداقل‌های طراحی بازی رو بلدین، چیزی که دارین میگین یک پشتوانه داره، یعنی صرف یک ایده نیست، و مطمئنا تیم‌های بازی سازی که بخوام باهاتون کار کنن اگه GDD نداشته باشین اصلا باهاتون کار نمی‌کنن.
خب یا میگن خب ایده اوکیه، خودشون ممکنه ایده رو بردارن انجام بدن، یا اون حرفتون اعتنای خاصی نمیکنن. پس قبل از اینکه به نظر من اینو جای ارائه بدیم حتما براش یه جی بنویسین. چرا که اول کمک میکنه جی نوشتن و صنعت طراحی بازی نوشتن رو یاد بگیرید، بتونید بازیتون منسجم‌تر بکنید. بعد وقتی که شما بر اساس جی میاد طرحتون رو پیاده میکنید، تازه متوجه میشین که ساختار بازیتون چیه. شاید تا قبل از اون صرفا یک ایده باشه. من مثلا میگم که من دوست دارم یک لوله کشی رو درست کنم در مورد ماریو، یک لوله کشی که میخواد بره یک پرنسسی رو نجات بده. این ایده ای که برای بازی دارم چه مکانیکی داره، مکانیکای داخل بازی به چه شکلی هستن، این مکانیکا چطور با هم مرتبطن، چه لول هایی داره، طراحی لول ها به چه شکلی هستن، نمیدونم یو آی من به چه شکلیه، یو ایکس من به چه شکلی. تمام اینها پاسخش رو شما باید توی جی بنویسید. اینجوری هم خودتون به عنوان یک اندی دیولپر، یک یه از من آب بخورم، اینجوری با نوشتن سند بازی هم خودتون به عنوان یک بازی سازی نقشه راهداری برای کار کردن، هم یه چیز مستند دارید که میتونید به یک تیم بازی سازی ارائه بدید. ممنون از شما. خواهش می‌کنم پی دی اف ارائه میشه در گروه قرار بدیم، پی دی اف رو براتون قرار میدم. اسپاین 2D خوبه، سینما 4D ببینید تمام اینا هستن. خب تمام اینا که گفتین اوکیه، ولی اکثرشون برای ساخت انیمیشن و مدل های تیردی اینا هستن. مستقیم باهاشون نمیشه، حالا نمیگم نمیشه بازی ساخت، بازیایی که با اونها انجام میدید در حد فقط یه پروتوتایپ میتونه باشه و معمولا برای ساخت بازی هایی که منتشر میشن از اینا استفاده نمیکنن. بله آقای قواسی نمیشه itch.io یا itch.io هم بهش میگن. آره همینه، لینکش هم گذاشتم، میتونید از این استفاده کنید. پس راهنمایی، ممنون از راهنمایی که خواهش میکنم. اوکی من کلی گفتم، حالا لیست منظورتون بود کلی گفتم که برای اشون دادن ایدهتون باید چیکار انجام بدید. آیا این وبینار دوباره قابل دیدن هست؟ آیا طباطبایی گفتن که حالا من هم خودم این رو رکورد کردم، هم رکورد داره میشه. ویدیوهاشو حتما دوستان توی همون گروه قرار میدن که بتونید دوباره نگاه بکنید. ممنونم، خواهش میکنم، سلامت باشید. ممنون از تمام دوستانی که وقت گذاشتن شرکت کردن در این وبینار. باز هم از بچهای انجمن تشکر میکنم بابت این رویداد خوبی که برگزار کردم. امیدوارم این نوع رویدادهای مهارت محور بیشتر بشه تا کسایی که دوست دارن تو حوزه‌های مختلف یاد بگیرن و آشنا بشن با حوزه‌های مختلف بیشتر آشنا بشن. ممنون از شما. باز بچه‌ها من بعد از اینکه حالا وبینارم تموم شد هستم، شما میتونید از طریق تلگرام جای دیگه سوالتون رو بپرسید، حتما در اولین فرصت جوابتون رو براتون میفرستم. باز اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.